بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از توقفی که در ماه مبارک رمضان رخ داد، در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه منبر وصال که موضوع این هفته هم تاجیکستان، دردها و آرزوهاست. در چند ماهی که گذشت قبل از ماه مبارک رمضان ما در مورد موضوعات مهم تاجیکستان صحبت کردیم: بیکاری، فقر، مهاجرت، مبارزه حکومت تاجیکستان با اسلام و با الله و با دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین در مورد فعالیت‌های روافض و شیعیان ایرانی که برای به فتنه و فساد کشیدن تاجیکستان، همان گونه که در عراق و سوریه و افغانستان و کشورهای دیگر مسلمانان را به جان هم دیگر انداختن، سعی و تلاش می‌کنند که در کشور تاجیکستان، در این کشور مسلمان، در این کشوری که مردم با درک و با احساس آن سالها در زیر ظلم و ستم روس‌ها و کمونیست‌ها دین و ایمان خودشون رو، قرآن و سنت رو حفظ کردن، می‌خواهند این ملت رو به منجلاب فساد و فتنه و جنگ و درگیری مذهبی و شیعه و سنی بکشانند. عده‌ای از خودفروخته‌های تاجیکستان که ایادی آخوندهای جنایتکار و وحشی صفت ایرانی در تاجیکستان هستند رو بسیج کردند تا جوانان ملت متدین و مبارز با غیرت تاجیکستان رو فریب بدن، به نامهای مختلف اونها رو به ایران بکشانند، با صیغه و با پول خمس آنها را بفریبند و سپس آنها را بسیج کرده و بعد از اینکه در پایگاه‌های سپاه پاسداران با آنها آموزش نظامی دادند، بعد از اینکه ناموس ایرانی‌ها را برای اینها به عنوان صیغه فروختند، اینها را به تاجیکستان می‌فرستند تا ملت تاجیکستان را فریب بدهند، جوانان تاجیکستان را اغرا بکنند و آنها را با پول و با شهوت بفریبند. اما ملت تاجیکستان، ملتی که بیش از 70 سال، بیش از 7 دهه در زیر بدترین ظلم‌ها و شکنجه‌های کمونیست‌ها و ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی قرآن خودش رو و دین خودش رو، ایمانش رو حفظ کرد، هرگز این صفوی زاده ها و این جنایتکاران رژیم آخوندی و این شیعیان رافضی بیدین، دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام، نخواهند توانست که ملت تاجیکستان رو به سوی ورطه شرک و گمراهی و رافضه‌گری بکشانند ان شاء الله. ما در شروع برنامه مختصری در مورد موضوعات مهمی که در طی تقریبا یک ماه گذشته در تاجیکستان رخ داده صحبت خواهیم کرد. بعضی از موضوعات مهم رو ان شاء الله در این برنامه مطرح می‌کنیم و مانند همیشه سعی می‌کنیم که این برنامه منبری باشد برای عزیزان تاجیک. ما کمتر صحبت می‌کنیم، بیشتر وقت رو اختصاص میدیم به تماس‌های شما عزیزان که از سراسر تاجیکستان و برادران و خواهران مهاجر تاجیکی که در کشورهای بیگانه زندگی میکنن میتونن در این برنامه زنگ بزنن و از دردها و رنجها و آرزوهای خودشون بگویند، به امید روزی که الله سبحانه و تعالی این آرزوهای شما رو به ثمر برسانه، به امید روزی که تاجیکستان دوباره تاجیکستان آزاد، مستقل و مسلمان و مردم دیندار و مردم با غیرت و شریف تاجیکستان از شر این ظالمین و این طواغیت ان شاء الله رهایی یابند. موضوع مهمی که از زمان جنگ‌های داخلی تاجیکستان، سالهایی که حزب نهضت اسلامی، حکومت تاجیکستان و گروه‌های مختلف با هم درگیر بودند، مهمترین نقطه‌ای که ما باید روش تمرکز بکنیم قضیه ایران، دخالت‌های ایران، جنایت‌های ایران و همکاری روسیه با ایران در تاجیکستان است. الحمدلله امروز خیلی از رهبران و خیلی از بزرگان نهضت اسلامی و مسلمانان تاجیکستان این خطر رو احساس کردن و میدونن که حکومت ایران چه نقش مغرضانه‌ای رو داره در تاجیکستان بازی میکنه. روس‌ها
در اختیار حکومت ایران قرار گرفتن در تاجیکستان و تاجیکستان را دو دسته به ایران تحویل دادن. همان گونه که بعضی از مسلمانان ساده‌لوح رو در اون موقع فریب دادن با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی و نه شرقی و نه غربی و جمهوری اسلامی، و این فریب و این حیله‌گری آخوندها تا امروز هم ادامه دارد. ما در بعضی از رسانه‌های ایرانی مانند ایرنا، دوستان اگر این صفحه رو بتونن نشون بدن، در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در مورد ساختن یکی از دانشگاه‌های ایرانی در تاجیکستان ما مطلبی رو شنیدیم. قبل از اینکه اینا قضیه ساختن دانشگاه رو در تاجیکستان مطرح بکنن، یک سری تبلیغاتی راه اندازی کردن که بله در تاجیکستان عوامل وهابیت وجود داره و در اونجا فعالیت دارن و دارن کار میکنن و همه اینا زمینه سازی برای این بود که اون برنامه هایی رو که در تاجیکستان داشتن پیاده بکنن. وقتی که موفق نشدن از روش‌های به اصطلاح با تبلیغات و با فریب دادن و با فرستادن افراد از قم و از تهران و از اینجا مردم رو فریب بدن و اون آرزوهایی رو که دارن در تاجیکستان برآورده بکنن، سعی کردن با ارهاب و با ترساندن مردم و با دسایسی که توسط خبرگزاریاشون، توسط تلویزیون ها و رادیوهاشون راه اندازی کرده بودن، ملت تاجیکستان و حکومت تاجیکستان رو بترسانن و اینها همه زمینه سازی بود برای اون برنامه های طویل مدتی که در تاجیکستان داشتن. من انشاءالله مطالبی رو در این برنامه آماده کردم که بعد از یک میان برنامه کوتاه اینا رو انشاءالله پخش میکنم برای شما عزیزان تا ببینید که چگونه دارن در تاجیکستان کار میکنن و چطور دارن این ملت رو به طرف بدبختی و به طرف جنگ‌های داخلی داره سوق میده حکومت ایران و دست پرورده‌های ایران و شیعیان رافضی که در تاجیکستان فعالیت دارن. میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و بعد از اون ان شاءالله برمیگردیم و در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. با ما همراه باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم تشکری بیان کنم از برنامه خوبتون و الان خصوص از استاد بزرگوار محمد انصاری و جلیل کارمندان شبکه صحیح صالحه خدای مهربان را بسیار شکرگزار هستم که برادران مسلمانان در دنیا از حق خواهران مسلمانشان دفاع میکنند. الله مهربان شما را نگهبان باشد و باشد که الله مهربان صف شما گناه انسانان یک کار را بیازگرداند. الله مهربان شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که گفتیم روافض ایرانی در تاجیکستان با یک سری تبلیغات و ارعاب و هراس افکنی که در این کشور ایجاد کردن طوری وانمود کردن که بله خطر جدی وهابیت داره این کشور رو تهدید میکنه و باید جلوی وهابیت گرفته بشه. برای همین اکثر رسانه های ایرانی سعی کردن خبری رو نشر بکنن که در این خبر میگه که عوامل عربستان سعودی در تاجیکستان مشغول تبلیغ وهابیت هستن. حالا این خبر رو من خدمت شما عزیزان از خبرگزاری رسمی ایران نشون میدم. احمد جان این رو نشون بده. این خبرگزاری جمهوری اسلامی است. عوامل عربستان مبلغین وهابیت در تاجیکستان. ایرنا میگه که ویکیلیکس از هزینه‌های عربستان سعودی برای خرید چند تاجیک به منظور تبلیغ وهابیت در این کشور مسلمان آسیای میانه پرده برداشت. به گزارش خبرگزاری آزادگان تاجیکستان، پایگاه اینترنتی ویکیلیکس که از سال 2007 میلادی با انتشار اسناد محرمانه و سری معروف شده در میان 70,000 سند جدیدی که از وزارت خارجه و دیگر مراکز رسمی عربستان سعودی فاش کرده است، نامه‌ای هم از سفارت عربستان در تاجیکستان دارد. در حالی که آنطوری که ما اطلاع داریم در این نامه‌ها در مورد خطر جدی به اصطلاح فعالیت ایران در تاجیکستان صحبت میشه، نه در مورد قضیه خرید مبلغان یا دعوتگران. ثانیاً کشورهای اهل سنت طبعا مراکزی که وجود داره، دانشگاه‌هایی که وجود داره با همدیگه همکاری دارن و خیلی از عزیزان تاجیک در دانشگاه‌های عربستان سعودی خاصن در دانشگاه اسلامی مدینه منوره درس خوندن و یک چیز طبیعی است که کسانی که از این دانشگاه‌ها فارغ التحصیل هستند ارتباط فرهنگی و دید و بازدیدها با هم دیگه دارن و گاهی اوقات هم از طرف این دانشگاه‌ها برای تبلیغ و برای رساندن دین مبین اسلام با این مراکز و با این اشخاص همکاری میشه و این به معنی خریدن نیست. اما دیدیم که این تبلیغات و این مسائلی که اینا مطرح میکردن اهداف پشت پرده‌ای داره که بعد از مدتی اطلاع پیدا کردیم که 27 نفر، حالا جدیداً دوستان اطلاع پیدا کردن که بیش از 80 نفر از عوامل دانشگاه اسلامی تاجیکستان رو که از اهل سنت بودن، اینها رو به اصطلاح رئیس این دانشگاه و حتما بنابر به اصطلاح اختیاراتی که رئیس جمهور این کشور داده به این شخص از این دانشگاه اخراج کردن. و برای اخراج این افراد دلیل واضحی اعلان نکردند، فقط به همین حتی این مسئله رو در روزنامه ها و در به اصطلاح آژانس های خبری در تاجیکستان اعلان نکردند و حتی به کسانی که از این دانشگاه اخراج شدن به اینها رو تهدید کردند که اگر شما در روزنامه ها و در تلویزیون ها و در خبرگزاری ها در مورد اینکه شما رو اخراج کردیم از این دانشگاه صحبت بکنید، شما رو محاکمه خواهیم کرد و شما رو به تهمت وهابیت به زندان خواهیم انداخت. این مسائل و این به اصطلاح رویدادها در همین اوایل ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد و با تعجب ما دیدیم که در همین گیرودار اخراج علمای اهل سنت و اساتید اهل سنت از این دانشگاه ها تعدادی از به اصطلاح مقامات ایرانی به تاجیکستان اومدن و در اخبار پخش شد که قرار است ایران در تاجیکستان نمایندگی دانشگاه آزاد اسلامی رو افتتاح بکنه که این تصویر این خبر هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن این رو. بله، در این خبر میگه که هیئت رهبری دانشگاه آزاد اسلامی ایران از قصد خود برای تأسیس بخش این دانشگاه در تاجیکستان خبر دادن. به اطلاع رسانه‌های ایرانی در جلسه 121 هیئت رهبری دانشگاه آزاد اسلامی ایران مسئله تأسیس
بخش از این دانشگاه را در تاجیکستان بررسی و برنامه‌ای را برای اجرای این نقشه طرح‌ریزی کرده است. و ادامه این خبر نوشته که دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مراکز آموزشی می باشد که در ایران و خارج از آن فعالیت دارد و در حال حاضر تعداد عمومی دانشجویان 1,700,000 نفر ارزیابی می شود. این دانشگاه نسبتا خصوصی به اصطلاح در ایران است که بنیانگذارش علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آخوند معروف به اصطلاح سیاستمدار در ایران است. ببینید که از یک طرف عواملشون در تاجیکستان فعالیت میکنن و با تبلیغات و با ترساندن مردم از خطر وهابیت و اخراج علمای اهل سنت از دانشگاه اسلامی یا همون دانشگاه امام ابو حنیفه که معروف است در تاجیکستان، از یک طرف این مسائل رخ میده و از یک طرف ایران میاد و در تاجیکستان میخواد دانشگاه بزنه. اخباری که امروز به دست ما رسید که شاید این جلسه لحظات پیش برگزار شده باشه یا در حال برگزاری باشه در تاجیکستان، رئیس همین دانشگاه اسلامی با که شخصی است که در تاج الدین که در ایران درس خونده، 9 سال در دانشگاه مصطفی در ایران درس خونده، این جلسه قرار است که داشته باشه با آخوندها و آیت الله هایی که از ایران اومدن بعد از اینکه علمای اهل سنت را از دانشگاه اسلامی و دانشگاه امام ابو حنیفه در تاجیکستان اخراج کردن. قرار است که به جای اونها از اساتید و علمای شیعه استفاده بکنن و این دانشگاه رو طبق همون منهج و نصاب تعلیمی که در قم و در دانشگاه مصطفی و در حوزه علمی قم هست، این دانشگاه رو تغییر بدن و فرزندانی که در این دانشگاه از این به بعد درس خواهند خواند، مثل همین تاج الدین که رئیس این دانشگاه هست، یک به اصطلاح رافضی به اصطلاح منافق که در پشت ماسک سنیت و حنفیت خودشو پنهان کرده، در حقیقت این دست نشانده حکومت ایران است و این فرستاده آخوندهای ایران است برای شیعه سازی تاجیکستان، برای اینکه دین و عقیده ملت تاجیکستان رو تغییر بدن. همچنین در یکی از اخبار دیگری که در این هفته‌های گذشته در تاجیکستان ما شنیدیم، این دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، بعضی از کتب اهل سنت به نام کتب سلفیت در تاجیکستان ممنوع اعلان شد. وزارت امور داخل تاجیکستان بیش از 13 کتابی که در این کشور به زبان تاجیکی نشر شده بود، این کتاب‌ها رو کتاب‌های غیر قانونی اعلان نمود و توزیع و پخش و خواندن این کتاب‌ها رو ممنوع اعلان کرد. همه این کارها در راستای همخوانی با سیاست‌های رژیم جنایتکار آخوندی ایران در تاجیکستان صورت می‌گیره و عوامل این رژیم و منافقینی که در تاجیکستان فعالیت دارن به نام حنفیت دارن مردم رو فریب میدن، اونها هم در این جنایت‌ها زیر پرده دارن کار میکنن و مردم رو از یک طرف میترسانن از وهابیت و نمیدونم از داعش و از این مسائل و از طرف دیگر زمینه رو آماده میکنن برای کار و فعالیت ایران و روافض در این کشور. همچنین در خبر دیگری که در هفته گذشته ما داشتیم، این خبرم مهم هست، احمد جان این رو هم نشون بدید. حکومت ایران وعده دادن که دانشجویان بیشتر تاجیک رو به دانشگاه مذهبی ایران قبول بکنن. نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در ایران، آیت الله محسنی عرقی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را به کنفرانس مبارزه با افراطگری که قرار است در دوشنبه برگزار شود دعوت کرده است. دیپلمات تاجیک در ادامه گفتگو با آیت الله محسن خواستار همکاری‌های بیشتر با ایران به ویژه
در زمینه آموزش دینی دانشجویان تاجیک شده است. یعنی باید ملت تاجیکستان با دستان خود فرزندان و جگرگوشه های خود را به مراکز تعلیمی روافض در قم و در تهران و در گرگان و در مشهد و در اصفهان و یزد و شهرهای دیگری که مراکز آموزشی مذهبی در اونجا وجود داره بفرستن تا در آنجا چی یاد بگیرن؟ چگونه به صحابه لعنت بفرستن، چگونه همسران پیامبر رو متهم بکنن، چگونه به الله سبحانه و تعالی شرک بیارن، چگونه به نام حنفیت مردم رو فریب بدن و دین اسلام رو مسخره بکنن. این چیزایی است که در دانشگاه‌های مذهبی ایران تعلیم داده میشه و نمونه کسانی که از این دانشگاه‌ها متخرج شدن و فارغ التحصیل شدن همین آخوندهای دروغگویی هستند که شما کلیپ‌های اینان رو شبانه روز در شبکه جهانی وصال می‌بینید که چی چیز تحویل جامعه میدن. همچنین در یکی از ولایت‌های تاجیکستان تعدادی از مساجدی که غیر رسمی هستند بسته میشه. این رو کلیپش من خدمت شما عزیزان پخش میکنم که اعترافی از مسئولین اینها که اعتراف میکنن که این مساجد رو میبندن. احمد جان اگر این صدا تصویر رو داشته باشید. زمان حاضر برهم دادن این کدام مسجد ها بسیارش مسجد هایی که یکان و یه حجت حقوق معین کننده همین زمین به ندارن، تماما زمین ای کجا چخه ندارن. دویمش خانه هاشون مسجد تبدیل داده گی بعضیشان. سومش بعضی هاشون آن چیزی که خصوص گردانده یا انشاءات های همه جا یک قسم مسجد تبدیل داده بودن. همین از نو با همین چخیل باید خانه استقامتی باشه، خانه استقامتی با بعضی اون مسجد هایی که باز بسام شما میرسونم یعنی تاریخ زیاده از 100 سال دارد و شما اگر من خبر داشته باشتون اگر تا سال دوره ستالین 38 40 این مسجد ها پیش بودگی عمل میکردگی. بعد یک موقتا برهم داده اینها مغازه و خانه استقامتی و موقتی و انبارخانه و تبدیل داده شده بودن. که متاسفانه به یگان رسمی کننده این آمدگی سالهای 92 با تو دوره استقلال با همین روند با مسجد خود به خود مسجد که برفته که یگان حجت نداره. بر همین همین واش 108 تشکیل میداد، همین برهم داده حاضر به کمیته محله به دادن. بعدش وقتی بچگانه به دادن، بعدش این تاریخی که از 100 سال زیاد دوره دو بعضی بهاش و فرهنگی و فراغتی بوده آزاد موندن. ممکن آزاد با اینه تعیین چه دیگر میکنن، آزاد آموزشی کاربر رفتی سوده است. بعدش بنگاه تیبی تبدیل دادن همه که 108 عدد تشکیل میده. ممکن آزاد به نزدیکی و از کمیته دیم ما به سپاری شد که یک کمیته صلاحیت که از حکومت جمهوری تأسیس شده که هوا میبیان یک بار با پر از نب دیده خلاصه برو کرده. بعد با قید گرفته روند اجراش همه طلبات همه قانون که گوینده که هر تعداد شماره و همه جماعت به کجا به ضرورت باشد و همه سند روندش عمل قانون رفتن میگیرن. در بعض جنوب دیگر بابا و یه شهر نوعی جمهوری به خیلی تعداد مسجدها زیاد شده، زیاد از 1000 نفر بعض شهر نوعی ها هست. همین خیلی مورد شده است که یک فرزندشون یه از که مبلغ دار میشونه پدرشون گذاشته که باشن اگر اون پدرشون حتی مسجد کنه هر یک 100 قدم یا 100 متر یک جا مسجد کنه خیلی زیاد تعداد زیاد شد. متاسفانه مکتب هم جواب نیست، مسجد خیلی زیاد شد. بنابراین یک با تنظیم ضروری این خودش با تنظیم ضروری بعد همین قبول کردن تایید نو همین قانون درباره آزادی ویژن و اتحادیه دینی از 2009 همین با این نوشته شده که از با قید گرفته شده و یک کدام حالات با قید گرفته میشد، کدام حالات برهم داده میشد، همین نبود، همین قانون میشده، همین حالات بعد خیسته همین جابجا کرده. خوشبختانه در ولایت ما این خیلی کم است. رئیس ولایت هم سفارش دادن که قانون که مطابق کنن مانع نشویتون. من 28 شب به واسطه همین خیلی حالات اومد که در حقیقت
خونو با مطابقا میکنن ضرورت دارد ما یعنی از با خدگیری با حرکت کردی صدام که روزه نازم من بوله دارم این حل خود رو میابه. بله. ایشون میگه که 108 تا مسجد رو تبدیل کردن به پارک، باغچه های اطفال، جای فرهنگی، جای آموزشی، بنگاه طبی و غیره. دلیل چی است؟ اینا حجت ندارن، 100 سال قبل ساخته شدن. کسی نیست از این انسان، حالا اگر که لیاقت این رو داشته باشن که اینا رو آدم انسان بهشون خطاب بکنه، از این بپرسه که تو 100 سال قبل کجا بودی؟ 100 سال قبل تو سند داری که تو تاجیک بودی؟ 100 سال قبل تو شناسنامه تاجیکی داشتی؟ یا 100 سال قبل تو تبعیت اتحاد جماهیر شوروی رو داشتی؟ 100 سال قبل ملت تاجیکستان این مسجد رو از جیب پدر تو و رحمانوف درست نکرده بودن. زمین ملت تاجیکستان بود، خونه خودش بود، یا مکانی که متعلق به این ملت بود تبدیل به مسجد کرده بودن. اون کمونیست های بیدین، اون کمونیست هایی که از خدا خبر نداشتن، مانع ساخت این مساجد نشدن. خودشون اعتراف میکنه، میگه 100 سال قبل ساخته شده. اونایی که اصلا دین نداشتن مانع ساختن این مساجد نشدن، گذاشتن که مردم مسجد بسازن، گذاشتن که در این مسجد مردم عبادت بکنن، گذاشتن که در این مسجد مردم نماز بخوانن. اینهایی که ادعای مسلمانی میکنن به دلیل نداشتن حجت، البته این حجت غیر از حجت ابن الحسن عسکری است که در ایران بهش معتقد هستن، به اصطلاح به دلیل نداشتن در یک سند رسمی دولتی این مساجد رو به اصطلاح میبندن. اگر 20 سال 25 سال قبل همین شخص رو شما برید جستجو بکنید، ایشون شناسنامه تاجیکی نداشته. یعنی من تعجب میکنم از این عقل، از این منطق و از این روشی که این ظالمین برای مبارزه با اسلام در تاجیکستان استفاده کردن. بعدش هم شمایی که میایید در اینجا مسجد رو تبدیل به باغچه میکنید، تبدیل به جای فرهنگی میکنید، تبدیل به جای آموزشی میکنید، تبدیل به بنگاه طبی میکنید، به جای اینکه به اصطلاح حجت صادر بکنید برای ساختن بنگاه طبی، برای پارک، برای باغچه اطفال، برای جای فرهنگی، همین رو حجت بدید برای ساختن مسجد. چه مشکلی برای شما ایجاد میکنه که مردم در اینجا مسجد داشته باشن؟ اما این مبارزه با اسلام است. نمونه دیگری از مبارزه با اسلام رو در سخنان رئیس جمهور تاجیکستان ببینید. دوستان اگر اینو نشون بدن. آینده آن مادران و آن دختران تاجیکی که تقلیدکاری، سیاه‌پوشی و دیگر لباس‌های بیگانه سر کار دارند دانند که روزی میرسد بدبختی به سر ملت میآید. اول شما سوال و جوابش جواب میدید. بدبختی سر ملت میاد به خاطری که ملت حجاب میپوشن. به خاطری که ملت حجاب سیاه میپوشن بدبختی سر ملت میاد. بدبختی رو که شما سر ملت آوردید با دزدی‌های کلانتون، با سرقت مال مردم، با به فساد کشاندن فرزندان تاجیک. بدبختی رو شما سر ملت آوردید. یک پارچه سیاه حجاب خواهر مسلمان تاجیک ما بدبختی نمیارد، بلکه سعادت دنیا و آخرت میارد برای اون انسان‌هایی که درک بکنن. حالا ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما مسئول هستید در پیشگاه الله سبحانه و تعالی در مقابل زیر دستان خودتون. حاکم مسئول است، رئیس جمهور مسئول است، پدر در خانواده مسئول است، مادر مسئول است، ولی امر مسئول است، علما مسئول هستند. هر کس که زیر دستانی دارد مسئول است. هر زن و دختر تاجیک ناموس رئیس جمهور تاجیکستان محسوب میشه. باید مثل ناموس خودش از اونها دفاع بکنه، برای عزت و شرف و سربلندی اونها کوشش بکنه. اما ببینید که
وقتی رئیس جمهور یک کشور فراموش میکنه این وظیفه خودش رو، چگونه برخورد میکنه با نوامیس مردم؟ شما تمام دکترها رو فهمونین، اونایی که حجاب بسر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا، و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. توی هست یکون کس تلفن میکردگی؟ انا همین برآمد شما را ما تلویزیون دا میتیم، از پگاه دیگر زنگ تلفن تمام. حجاب پوشیدن بیسوادی است، بیمعرفتی است، جهالت است. کسانی که حجاب میپوشن اینا از زندگی خود چیزی نمیدانن. یعنی چی؟ یعنی کسی که تابع دین رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، تابع دین اسلام است، تابع قرآن است، حجاب میپوشد، این انسان بی سواد است، بی معرفت است و جاهل است. کلمات کفری، کلماتی که انسان را از دین مبین اسلام خارج میکنه اگر به این کلمات اعتقاد داشته باشه. اینو به یک دختر مسلمان تاجیکی که در مقابلش ایستاده این حرفا رو میزنه. بعدش میگه که کسایی که حجاب سر میکنن اینا از زندگی خودشون لذت نمیبرن، زندگی خودشون نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی هر شب اونایی که بی حجاب هستن، اونایی که به اصطلاح طبق خواسته های اینها عمل میکنن و خودشون رو در معرض دید مردان بیگانه قرار میدن و مردان بیگانه از اونها لذت میبرن، اینها در حقیقت معنی زندگی رو چشیدن، لذت زندگی رو چشیدن و بقیه نچشیدن. در آخرم این رئیس جمهوری کشور با ناموس تاجیک که ایشون باید در راه حفظ نوامیس مردم سعی و تلاش بکنه، ایشون رو تشویق میکنه به فساد اخلاقی، تشویق میکنه به زنا، تشویق میکنه به روابط نامشروع. میگه که با کسی ارتباط داری، تلفن میاد برات، بیچاره خجالت میکشه تا که بیاد جواب بده، میگه ما تو رو الان در تلویزیون نشون میدیم، سر از فردا دیگه تمام، زنگ تلفن تمام. یعنی شروع میکنن به تو زنگ زدن. این عقل و منطق رئیس جمهوری یک کشور هست و این برخورد رئیس جمهوری یک کشور با یک دختر مسلمان هست. بر صورت این گزیده ای از مطالبی بود که در طی یک ماه گذشته که ما برنامه نداشتیم در مورد تاجیکستان رخ داده بود. از این به بعد انشاءالله دوباره ما برنامه‌های تاجیکستان، دردها و آرزوها رو تا موقعی که ملت شریف تاجیکستان به آرزوهاشون برسن انشاءالله این برنامه رو ادامه خواهیم داد. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله خطهای تلفن و ایمیل برنامه، پیامگیر برنامه آماده دریافت پیام‌های شما عزیزان هست از طریق ایمیل live@vesalfa.tv که احمد جان زیرنویس خواهد کرد و همچنین از طریق شماره تلفن میتونید زنگ بزنید و همچنین اسکایپ برنامه هم وصال حق که زیرنویس خواهد شد آماده دریافت پیام‌های شما عزیزان هست که در این برنامه مشارکت داشته باشید و موضوع برنامه هم مقید به یک مسئله خاص نیست. در رابطه هر موضوعی که دوست دارید میتونید صحبت بکنید، از دردها و رنجها و آرزوهاتون در تاجیکستان بگید. لحظاتی بعد دوباره خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار
جناب محمد انصاری. من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. من تشکر میگم استاد عزیز به خاطر این خدمتی که برای ملت تاجیک انجام میدهید و به داد ما مظلومین تاجیک میرسید و من خیلی از شما منتدار هستم و من از اون آگاهی که از طرف اون عبدالله محقق نسبت شما شد من معذرت میخوام. والله استاد وقتی که اون بی‌ادبی نسبت شما میکرد من خیلی تاسف میخوردم، حتی از تاجیک بودنم شرم کردم که چگونه یک تاجیک دیده و دانسته علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم از برنامه خوب شبکه جهانی صالحان استادگذاری بیان کنم و به همه شما صدای بزرگواری شبکه‌های توحیدی الله مهربان ثابت دنیا و آخرت و مسیح گرداند و الله مهربان شما را حفظ کند و هرگز بیمار بزرگوارمان سلیمانی را الله مهربان شفای کامل نازل بیاد و حفظشان کند و نگهبانشان باشد و با همه شما صدای بزرگوار شبکه‌های توحیدی سعادت دنیا و آخرت را آرزومندم. الله مهربان در جنت در مجلس پیامبرمان صلی الله علیه و سلم باشید برای الله جمعمون را جمع گرداند. اللهم آمین. جزاک الله خیر از صدای بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مرد حر. مرد حر محکم ز ورد لا تخف، ما به میدان سر به جیب او سر به کف. مرد حر از لا اله روشن ضمیر، می نگردد بنده سلطان و میر. مرد حر چون اشتران باری برد، مرد حر باری برد خاری خورد. مرد حر چون اشتران باری برد، مرد حر باری برد خاری خورد. پای خود را آنچنان محکم نهد، نبض ره از سوز او برمی جهد. جان او پاینده تر گردد ز موت، بانگ تکبیرش برون از حرف و سود. هر که سنگ راه را داند زجاج، گیرد آن درویش از سلطان خراج. گرمی طبع تو از صهبای اوست، جوی تو پرورده دریای اوست. پادشاهان در قباهای حریر، زرد رو از سهم آن عریان فقیر. سر دین ما را خبر او را نظر، او درون خانه ما بیرون در. ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، او ز دست مصطفی پیمان نوش. نیمغان را بندنی ساغر به دست، ما تهی پیمان او مست الست. چهره گل از نم او احمر است، ذاتش ما دود او
روشن‌تر است. دارد در سینه تکبیر امم، در جبین اوست تقدیر امم. قبله ما گه کلیسا گاه دیر، او نخواهد رزق خیش از دست غیر. ما همه عبد فرنگ و عبدهو، او نگنجد در جهان رنگ و بو. صبح و شام ما به فکر ساز و برگ، آخر ما چیست تلخی های مرگ. در جهان بی ثبات او را ثبات، مرگ او را از مقامات حیات. اهل دل از صحبت ما مضمحل، گل ز فیض صحبتش دارای دل. اهل دل از صحبت ما مضمحل، گل ز فیض صحبتش دارای دل. کار ما وابسته تخمین و ظن، او همه کردار و کم گوید سخن. کار ما وابسته تخمین و ظن، او همه کردار و کم گوید سخن. ما گدایان کوچه گرد و فاقه مست، ما گدایان کوچه گرد و فاقه مست. فقر او از لا اله تیغی به دست. ما پر کاهی اسیر گردباد، ضربش از کوه گران جویی گشاد. محرم او شو ز ما بیگانه شو، خانه ویران باش و صاحب خانه شو. شکوه کم کن از سپهر گرد گرد، زنده شو از صحبت آن زنده مرد. صحبت از علم کتابی خوشتر است، صحبت مردان حر آدمگر است. مرد حر دریای ژرف و بیکران، آب گیر از بحر و نی از ناودان. سینه این مردمی جوشد چو دیگ، پیش او کوه گران یک توده ریگ. روز صلح آن برگ و ساز انجمن، روز صلح آن برگ و ساز انجمن. همچو باد فرودین اندر چمن. روز کین آن محرم تقدیر خیش، گور خود می کندد از شمشیر خیش. ای سرت گردم گریز از ما چو تیر، ای سرت گردم گریز از ما چو تیر. دامن او گیر و بیتابانه گیر، می نروید تخم دل از آب و گل. بله بینندگان عزیز و گرامی، با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان و بزرگواران. تاجیکستان، دردها و آرزوها. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه منبر وصال، منبر شما عزیزان، منبر کسانی که میخواهند صدای مظلومیت و دردها و آرزوهای خود را به گوش جهانیان برسانند. از همین لحظه شماره تلفن های برنامه و ایمیل live@wasalfa.tv و همچنین اسکایپ ما وصال حق که احمد جان زیرنویس خواهد کرد. از طریق همه این راه‌های ارتباطی شما میتونید دلگفتهاتون رو به ما برسونید و ما انشالله صدای شما عزیزان رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. از طریق اسکایپ یکی از بینندگان عزیز رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید. راستی کم در هیجان هستم، فکر نکردم که الان با شما در تماس میشم. یعنی شما راحت باشید، راحت باشید برادر عزیز بزرگوار، بفرمایید. یک چند شما را هم میدیم، شما را از شما خواهید رو کردم است با من خب پیشکش بکنید تا که من به حضور اون هر سخنایی که در دل من است همش من خب پیشکش بکنم. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. خب اول که من شما رو و کل مسلمانان رو به عید رمضان، به ماه رمضان، به عید رمضان تبریک میکنم. گذشته کم عید گذشته باشد، تبریک میکنم. خب و
اسم من رحمت جان است، از تاجیکستان هستم. خب و خواستم شروع کنم در مورد مهاجرت. بفرمایید. گرچه من هم مهاجر هستم. خب و با کلی مهاجران که الان گوش میکنند ما و شما رو گفتنی هستم که پدر من مهاجر بود و امروز من هم مهاجر هستم. 25 سال دارم و مهاجر هستم و با کل این نفره که در مهاجرت هستند سوال دادن هستم که شما این زندگی رو بخشناک قبول دارین که شما مهاجر بودین، فرزند شما رو در بر شما مهاجر است و باز نبرهای شما در بر شما با مهاجر میشوند. الله المستعان. و امروز گرچه من خودم پدرم مهاجر بودم، اومد به نزد پدرم و نمیخوام که گرد فرزند من فردا با نزد من بیاید به روسیه. اگر که من زنده باشم، اگر که من در ملتگر روز قتل نکنم به کدام سبب نباشد من از زنده نرم، نمیخوام فرزند من با فردا بیاد در بر من مهاجر باشد. و میگردن در موضوع تاجیکستان آقای انصاری یک سوال به شما داشتم. مگر سطر حجاب، میخوام در مورد سطر حجاب صحبت کنم. مگر سطر حجاب تا اسلام در ایران و در عربستان بود، همون سطر حجابی که الان خب زنای ایران عرب میپوشند سیاه، یعنی که این سوال به شما آقای انصاری که مگر همین سطر حجاب تا اسلام بود در ایران و عرب؟ قبل از اسلام نبود، بعد از اسلام آمد. بله. خب اما متاسفانه امروز حکومت تاجیکستان همین چیزا طعنه میکنه با مردم تاجیکستان که سطر حجاب از ایران و عرب است. یعنی میگه که لباس ملی اونهاست، نه لباس اسلامی بلکه لباس ملی اونهاست و باید ما چیکار کنیم؟ زنای تاجیک باید این گونه لباس رو باور نکنن. خب برای چی سوال دادم؟ زیرا که با نفرای صحبت کردم، اون نفرام همین سخنای رئیس جمهور تاجیکستان تصدیق میگن که لباس ایران عرب است، لباس تاجیکی نیست. نه خوبش که نپوشند. خوب میگه، درست میگه رئیس جمهور. که رئیس جمهور تصدیق میکنن، شاید از گمرک، شاید از نمیدونم از ترس از چیزی که باشد تصدیق میکنن. خب میگن کار درست کرد. اما اون لباس ملی که امروز در بدن زن تاجیک است، دختر تاجیک است، از لباس اروپایی ذره فرق ندارد. گرچه کمون طرز دوختش چگونه که دوختن اون لباس رو همون طرز فقط فرق دارد، تمام. دیگر یگان چیزی ملیش هم ماندگی نیست در اون لباس، یگان چیزی ملیش هم ماندگی نیست. و رئیس جمهور که خودش مادرش حجاب پوش بود، خب و اولادش حجاب پوش بود، امروز میگه که زنای تاجیک گمراه هستند. یعنی که نفری که حجاب میپوشد گمراه هستند، بی‌عقل هستند، بی‌سواد هستند. و نفری که امروز در تاجیکستان به حجاب میگردن با لباس اروپایی مردن، اونها یعنی که تحقیق کرده هستند، صاحب علم هستند، با سواد هستند. و نفری که حجاب میپوشند و میگردن با حجاب، خب خودشون حفظ میکنن، ناموس خودشون حفظ میکنن، اونا گمراه هستند در نظر جمهور، در نظر حکومت دارا. و یک موضوع دیگر که الان شما یک کلیپی رو پیشکش کردید، اونجا یک رئیس کدام ناحیه باشد، من راستی فراموش کردم کی بود، در مورد مسجد رئیس ناحیه سغد است. بله بله، در مورد مسجد بسته شده اینجا حرف میزنن، میگه که مسجد زیاد است و مکتب کم است. اون گمراه هستند، گمراه ها این سخن نمیگن که امروز در تاجیکستان الحمدلله که از 7 ساله تا داخل مکتب میروند. و اما الحمدلله که از 7 ساله تا نفری که تا مردهش اون نفر مسجد میروند، اینا فکر نمیکنن، با مردم نمیگن این حرف را، فقط میگن که مسجد زیاد است از مکتب. اینا نمیگن که در مسجد آقای کلی مردم میروند الحمدلله نماز میخونن، مستفید جوان و مکتب خون همش. اما در مکتب چی؟ در مکتب یک گروه میروند از 7 تا 18 ساله. بله. رحمت جان برادر عزیز و گرامی، اگر اینها عقل و منطق داشته باشند،
مکتب ها رو باید حکومت درست بکنه. خودشون اعتراف میکنن که مساجد رو مردم درست کردن. اگر تعداد مکاتب از مساجد کمتر است، پس این کمکاری حکومت رو نشان میدهد. بله باید این اصلا باید کار حکومت باشد. یک چند روز پیش هم شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان دولتی که فقط در تعریف توصیف حکومت تاجیکستان در خصوص رئیس جمهور تاجیکستان است، فقط اون تعریف توصیف میکنن. یک نواری هم کرده بودن که مکتب زیاد توی مسجد زیاد است، مکتب کم است. باید مردم بیشتر مکتب بخونن. الان که این کار مکتب یک مؤسسه دولتی است، نه مؤسسه شخصی یا که خصوصی، بلکه مکتب مؤسسه دولتی است. اونجا کارگرای دولت کار میکنن. این کار باید دولت انجام بده، مکتب بسازد. نمیدونم این کار جوری است که جوری دولتی است. اما مسجد چی؟ مسجد دولتی نیست، مسجد مردمی است. هر کسی که میخواد برای مسجد بسازد، اون برای آینده خودش، برای قیامت خودش مسجد میسازد، نباید سر راه این باشند. اما افسوس امروز بهانه میکنن که مکتب کم است، مسجد زیاد است. که به همین طریق میخوان که باز هم سطح مسجد تاجیکستان کم بکنن. به همین طریق حرفشون اینه که مکتب کم است. امروز مردم، افسوس که مردم تاجیکستان اکثریت بی سواد و بی عقل هستند. افسوس. و این سخنهای حکومت رو چیکار میکنن؟ قبول میکنن. یعنی که راست میگه، حکومت راست میگه، باید مکتب زیاد باشد. حالا که مکتب رو باید حکومت بسازد. حکومت هر روز که میلیون دلار از خارج کمک طلب میکنه، اما چیکار میکنه؟ یک اندکی پول در یک جای صرف میکنه برای نشان دادن. باز هم دزدی و باز هم نمیدونم ریشه‌گیری در جیب خصوصا میرود با کنده پول. چگونه که پیش از رمضان بود یک کمیته جوانان 300 هزار دلار جدا کرد یک شرکت خارجی. با کمیته جوانان نصف پول گرفت، با کدام کار صرف کرد، نصف پول با جیب خصوص زدن، زیاد از 116 هزار دلار رو همش آشکار شد. این هم همین خیلی است. با همین واسطه میگیرن، به هر بهانه میخوان که مکتب بسازن یا یکم چیزی بسازن، نیمی پول در اونجا صرف کنه. امروز رابطه تاجیکستان خصوصا سرور دولت چیکار میکنه؟ فقط چایخانه میسازه در تاجیکستان. امروز حکومت تاجیکستان رو با جهانیان و مثل دولت‌های عربی و مثل دوبای نشان میده. دوبای که خیلی ترقی کرده است، پیشرفته است و فقط باید مردم تاجیکستان چیکار کنن؟ فقط باید داخل چایخانه بشن، در چایخانه چای بخورن، تئاتر که ساخته باید تئاتر برن، طرفخانه برن، پارک باغ‌ها برن، سیرگشتن. دیگر مردم تاجیکستان با عملی حکومت تاجیکستان دیگر یگان مشکلی ندارد، فقط باید استراحت کنن، سیرگشتن، بگردن، تمام. اما افسوس که تاجیکستان امروز خب در یک وضعیت سخت اقتصادی، بحران اقتصادی قرار دارد امروز. اما این حکومت تاجیکستان نشان نمیده چیکار میکنن؟ چایخانه، طرفخانه و آشخانه میسازن، تئاتر میسازن. زیاده از 100 میلیون دلار میخوان تئاتر بسازن در مدت 5 سال. تئاتر با کی در کار است؟ مگر امروز ساحه سینمای تاجیکستان قدر ترقی کرده است، پیشرفته است که خب اکتور همون هنرمندایی که هستن جای خب ندارن، یا که این قدر پیشروی است که مردم هر روز در تئاتر هستن، هر روز هستن، دیگر جو نیست برای مردم. نمیفهمن. یا در تاجیکستان امروز چایخانه، طرفخانه نیست که اینقدر مثلا میلیون صرف میکنن برای چایخانه، طرفخانه ساختن. الحمدلله که کل تاجیکستان پر از چایخانه و طرفخانه است. کل تاجیکستان اگر همه مردم برن، اگر روز پابگه و در هم چایخانه باشن، باز جای خالی هست. لیکن یک راه را پیش گرفته از روی خودنمایشی در جهانیان، یعنی نشون میدهد اون پولایی که از بیرون برای تاجیکستان داخل میشن. تاجیکستان هم کشوری قشاق‌ترین در دنیا معرفی شده است و چقدر قرض‌هایی که و کمک‌هایی که داخل تاجیکستان میشد اونا نشون میدن با واسطه خب همون تئاتر هم چایخانه باز و مردم پیشکش میگن با جهانیان نشون میدن ما کرده ایستادیم، ما ساخته ایستادیم، ما آباد کرده ایستادیم. اما تشکر. در اصل تشکر رحمت جان. بینندگان زیادی از تاجیکستان هستند. اگر که خیلی خلاصه در 1 دقیقه تمام بکنید صحبتاتون رو، بفرمایید. خب انشالله حرکت میکنم. یک اندک در هیجان هستم. من پیش از رمضان میخواستم با شما پیوست شم، افسوس که نشد.
و الان الحمدلله که خدا را شکر پیوست شدم. و خب آقای انصاری، امروز ملت تاجیک خیلی در یک وضعیت بد قرار دارد، در حالت نیستی است. هم بگیم خطا نمیکنه ملت دولت تاجیکستان. امروز ما دیدیم که یک همین چیز من نقطه برای شما بگم، برای شنو تماشاگران آقای انصاری، بعد صحبت به انجام میرسونم. خب در قسم شمال تاجیکستان، در ولایت سوق ناحیه اسفره، زیاده از 14 کان نفت گاز در اون منطقه بوده است. ما نمیدونستیم. زیاده از 14 کان نفت به جمهوری قرقیزستان یعنی دادن. حکومت تاجیکستان زیاده از 14 کان نفت. خدا میداند که در اونجا چقدر منطقه زمین است. درست. اون چاها که برای هم نیستند، چاهای نفت. مسافت نوش چقدر است خدا میداند. 14 زیاده از 14 کان نفت به قرقیزستان هدیه کرده است، داده است. نمیدونم بچه سبب بچه بر داده است، کسی نمیدونه. مردم تاجیکستان از این چی بیخبر هستن. ما اینو در رسانه‌ها خوندیم. درست. بچه سبب شاید نمیدونم، شاید از ترس یا فروختن. اون اول که فروختن چی بینه که در اختیار زمین فروختن، این شما البته به مثل هم فروختن خاموش. مردم چیزی نمیدونن. 14 کان نفتی میتونست که اقتصاد تاجیکستان به یک درجه ببرد، اما به کشور قرقیزستان هدیه کردن دادنش. درست. بازم ملت تاجیک اینا را میبیند، نمیدونم به چه سبب ترس قدر زیاد است که باز خفن، باز میگن همه آبادی است، همه تنگی است، همه خوب است، مشکلی نیست. این مگر مشکلی نیست مردم تاجیکستان. درست. تشکر احمد جان. تشکر برادر عزیز گرامی. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سلامت باشید. خدا نگهبان شما باشه. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. تشکر. احمد جان از طریق تلفن اگر بصل کنید بینندگان رو. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر از شما. بفرمایید برادر عزیز. سلام عبدالله هستم از تاجیکستان. عبدالله جان برادر عزیز بفرمایید. سال باز هم باشد. سلامت تمام یکیات شما تبریک گفتم. سلامت باشید. برای شما هم تبریک باشه. تقبل الله منا و منکم. سلامت باشید ساجان و خوشی‌های زندگی رو از شما تمنا داریم. زنده باشید. تشکر از شما. بفرمایید. استاد در این گفتنی‌ها داشتم که در مسئله تاجیکستان گفتن استاد وقتی اینها هر یک مساجدی که در تاجیکستان اضافه میشود زیاده میشود، اینها تک تک اینها استاد خیلی غمگین میشوند، چون که این اسلام چقدر پیشرفت دارد. استاد اینها خیلی خسته و افسرده میشوند که اسلام چقدر پیشرفت دارد. و باز هم باشد استاد این الله را خود الله وعده کرده است که میتوند ان شاء الله اونها هر چی تلاش هم کرد ان شاء الله پیروزی بر اسلام است. استاد نگفتنی است. ان شاء الله. تشکر از شما عبدالله جان برادر عزیز. استاد از خیلی از برنامه‌های شما تشکر میکنم و خیلی از شما هم تشکر میکنم که شما اهل تشیع را و تمام مردم تاجیکستان چقدر معرفی کرده و مردم را چقدر با چیز را فهمونه که ان شاء الله تا اینکه سبب شود که مردم تاجیکستان این رو درک کنه هم از حق را از باطل. ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز. ان شاء الله استاد نگفتنی تشکر دعا کنید. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما کنه و همه ملت شریف تاجیکستان. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارتون. یک نکته رو من اینجا اشاره کنم که رحمت جان برادر عزیزمون که صحبت کردن در مورد ستر و حجاب، اینا میگن که کسایی که حجاب میپوشن اینا علم ندارن، معرفت ندارن، آگاهی ندارن. اگر اینطوری قیاس بکنیم پس حیوانات، میمونها، گاوها، گوسفندها، اینایی که ستر و حجاب ندارن، اصلا لباس ندارن، اینا خیلی با معرفت ترن، با علم ترن نسبت به آقای رحمانوف و اطرافیانش، چون که اونا هم هیچی ندارن، هیچی نمیپوشن. اگر که پوشیدن دلیل بی‌معرفتی باشه، دلیل جهالت باشه، پس حیوانات از انسانها خیلی با معرفت ترن. این یکی. ثانیاً ما در وقتی که مساجد مسلمان ها هم مکتب خانه بود و هم مسجد، زمانی که مسلمان ها دروس علوم عصری رو در کنار قرآن و سنت یاد می گرفتن،
ما در جامعه اسلامی، در کشورهای اسلامی، در زمان خلافت اسلامی کسانی رو داشتیم که امروز جامعه علم و دانش در اروپا، در آمریکا به اونها مینازند. اولین کسی که در فکر پرواز با هواپیما درآمد آمریکایی نبود، اروپایی نبود. عباس بن فرناس یک مسلمان بود. کسی که در علم کیمیا و داروسازی زبانزد دانشگاه‌های اروپا و آمریکا هست تا الان، زکریا رازی و جابر ابن حیان و ابن سینا و اینها در آکسفورد و در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا درس نخونده بودن. اینا در کشورهای اسلامی زندگی می‌کردن. احمد جان اگر این صفحه رو بتونی نشون بدی، من همین قسمت این نامه رو، این نامه ای است که پادشاه انگلیس جورج سوم، پادشاه انگلیس برای خلیفه مسلمانان فرستاده. من ترجمه فارسی این نامه رو سعی می کنم خدمت شما عزیزان بخونم. تشکر می کنم احمد جان برادر عزیزم. در این نامه جورج دوم پادشاه انگلیس، پادشاه انگلستان، نروژ و سویدن یا سوئد به خلیفه مسلمان ها در اندلس، اسپانیای امروزی، زمانی که مسلمان ها اونجا حکومت میکردن، نامه می نویسه. چی میگه؟ والا حضرت هشام سوم والا مقام، بعد از تعظیم و توقیر ما شنیدیم که در سرزمین شما دانشگاه ها و دانشکده هایی وجود دارد که منبع علم و معرفت است و صنعت و تکنولوژی در کشور شما بسیار پیشرفت کرده است. به خاطر اینکه فرزندان ما از این نور علمی که در کشور شما منتشر شده است استفاده بکنند و از جهل و خرافاتی که در آن هستند نجات پیدا بکنند، 4 تا از اراکین دولت که در ضمنشون دختر به اصطلاح برادرزادم، دختر برادرم شاهزاده دوبانت هست رو در رأس یک کمیته یا یک افرادی میفرستیم برای آموختن علم و دانش در سرزمین مسلمان ها که شما اینها رو به اصطلاح در زیر سایه عطوفت خودتون و عظمت و بزرگی خودتون در اونجا حمایت بکنید و علم و دانش رو از دانشگاه‌های مسلمانان در اندلس یاد بگیرن و دوباره برگردن با احترام و تعظیم و محبت خالصانه. خدمتکار مطیع شما، فرمانبردار شما، جورج پادشاه انگلیس. زمانی که ما به علم و معرفت اسلامیمون اهمیت میدادیم، هم در صنعت پیشرفت کرده بودیم، هم در تکنولوژی پیشرفت کرده بودیم، هم در علوم عصری پیشرفت کرده بودیم و پادشاه‌های اروپا و آمریکایی که امروز در ایران و افغانستان و تاجیکستان، یکی از بزرگترین آرزوهای جوانان ما این است که پای اونها به اروپا برسد، به آلمان، به بریتانیا برسد. پادشاه بریتانیا برای به اصطلاح حاکم یکی از ولایت‌های اسلامی در اندلس، در اسپانیای امروزی، نامه میفرسته و در زیرش میگه که خادم فرمانبردار شما پادشاه انگلیس. بزرگترین مسجد تاریخی مسلمان ها امروز در قرطبه هست، در همین اسپانیا، در همین اندلس سابق. اون موقع مسلمان ها به مساجد اهمیت میدادن. مساجد سبب عقب ماندگی مسلمان ها نشد و در طول تاریخ مساجد سبب عقب ماندگی مسلمان ها نبوده و حجاب سبب عقب ماندگی مسلمان ها نبوده. سبب عقب ماندگی مسلمان ها امثال رحمانوفی هستند که با اسلام مبارزه می کنند، چون اسلام سبب پیشرفت است.
اینها نمیخوان مردم پیشرفت بکنن، چون مردم اگر پیشرفت کردن اینها رو سرنگون میکنن، به خاطر همین نمیذارن مردم پیشرفت بکنن. مساجد سنگرهای مسلمان ها است. در مساجد روزانه 5 وقت مسلمان ها درس آزادی و حقوق بشر رو میآموزن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آزادی از همه طاغوت ها، آزادی از همه ما دون الله که پرستیده میشه. اینو میترسن از این فریادهای الله اکبری که در مساجد بلند میشه میترسن. به خاطر همین مساجد ما رو تبدیل به چایخانه ها و به بنگاه طبی و به ازار یک مراکز فحشا و فساد میکنن و با مساجد مبارزه مینمایند. بعد سلام علیکم بیننده عزیز از طریق اسکایپ. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید برادر گرامی، شما رو خط هستید، بفرمایید. من مهاجر هستم، اونجا خواستم یک دو سخن بگم. بفرمایید. الو. بفرمایید صدا شما داره پخش میشه. همینجا شما گفتین که 100 چند مسجد بستن در ولایت سوخت. این حکومت رحمانوف اکی 24 سال شد آموخته شدگی ایوخی. همه وقت خلق بیچاره با ولای کف دست میسازن، حکومت میایه میگیرش. خب مسجد تایور میگیره مکتب میکنه، مسجد تایور میگیره جای فرهنگی میکنه، پولی که باید مکتب بسازه برای خلق او پول در کیسهش میزنه میره. همین طریق حوزه در همین تمام جای تاجیکستان میره. این مغازینی کیه؟ ای تخمینه دختر پریزیدنت. ای بازار کیه؟ ای رستمی بچه ای امام علی. اوی زمینی کیه؟ ای حسنی خسر بچه ای امام علی. اوش زمینی کیه؟ ای دومادی امام علی. حوزه در تاجیکستان سر و پا همین حیله و نیرنگ حکومت رفته است. این یک 3 روز 4 روز پیش ولایتی بدخشان از سیل زده بود. حوزه چندی از اویلکی از اویلکوی خلق کمبغل گرفته با خانه بسازده برای مردمی بدخشان. این قدر پولی که از دیگر مملکت ها برای ما پامش میآید، این پولا کجا میشه من نمیدونم. 500 میلیون دلار ای خیتای گرفته است، کجا شده است نامعلوم. 100 میلیون دلار دیگه دیگر مملکت ها طلب کرده است که ولایت بدخشان سیل زده است، او را میگیره کجا میشه نامعلوم. اما اویلی که خلق کمبغل از بیزنسمنای تاجیکستان میگیره با مملکت بود میکنه. 24 سال شد که این حکومت همین طریقتی خلق تاجیک غارت کرده است. هر روز یک قانونی پولکی میبره برای خلق خودش نون خوردن نداره. 2 میلیون تاجیک مهاجر شده است در روسیه، با عذاب و مشقت 2 تنگه کار میکنه، راهی میکنه برای فرزنداش. این میایه میگیرش. اینا 250 سومان برای ریچ ماندن میگیره، 250 سومان برای سطر میگیره. خودشون تشکیل میکنه سر و لباس مکتبی. 300 سومان اگر نداشته باشید فرزند در مکتب نمیخونه، چون که دختر پریزیدنت وای ساختگیه. جای دوزندگی سر و لباس میبره میاره بازوری در خلق کمبغل بیچاره بار میکنه. خلق بیچاره مجبوره که بخره و فرزندش به مکتب روان کنه. اگر که نخره در مکتب قبولش نمیکنه. مهاجرای تاجیک بیچاره در روسیه مرده است. این نفر تاجیک کشته شده است. پول نمیوان مردم که همو جسدها را به تاجیکستان روان کنند. سفارت تاجیکستان باشد تماما سراغ نمیکنه، نمیگه که این مرده کیه چیه. 2 نفرش پول یافتن روی کردن، خلق بیچاره جمع کردن، 100 سوم 200 سوم جمع کردن روی کردن، دیگراش ماندگی. یعنی همین حکومت تاجیکستان، همین رحمانوف، همین ملت تاجیک نیست و نابود کرده است. نیست و نابود کرده است. بعضی گفته است که دیگر روسیه نره بیایه ما شما را و یاپونیا خیلی که کجا شما را کار بیم. خود در تاجیکستان کمون آباد که ما برین در وطن کمون کار کنیم. ما غلام تولد شدگی نیستیم که برین در روسیه غلام بکنیم.
ما رو با در خطای داشتیم کجا با غلامان کنی؟ و ما حق داریم در وطن خودمون زندگی کنیم. حق داریم که چیزایی که در تاجیکستان هستن، مثال نفت، گاز، سویت، دیگر چیزا هستن، ما را فرزند همون سرزمین، ما باید از همون استفاده بریم. الو. بله بله بفرمایید. الو. بفرمایید. یعنی که ما همین ملت تاجیک همین نیست نابود کرده است. ایسا دینی ما را نابود کرده است، ایسا خود ما را نابود کرده است. نه در تاجیکستان ما رنگی توپ شیدگیم، روسیه میایم ملتچیای روسیه ما را میکشن است نابود میکنن، تاجیکستان میریم حکومت رحمانوف ما را میکشن است نابود میکنن. ما دیگر نمیدونیم کجا رویم، درد ما را با کی بگوییم. تشکر از شما. حکومت تاجیکستان به درد ما نمیرسه. الله نستعان. تشکر از شما. ای مردم در آخر گفتنی هستم که ای مردم تاجیک، تا که ما همین غلامی میکنیم، تا که ما ای وطن بی وطن میگردیم، و خواهی بیاین یک بخیزیم یک حق خمان دعوه طلب کنیم. اخی در آخر گفتنی هستم آقای محمد انصاری زنده باشه که امروز به درد ملت ما، به درد ملت تاجیک میرسه. شما صدای ما را به تمام مسلمانای جهان میرسانه. خداوند شما را نگهبان باشه. سلامت باشه. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. من تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. از طریق تلفن میگیریم تماسی را. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. برادر ما الان با اسکایپ زنگ میزنم. خداوند شما را نگه داره. همون اسکایپ گیرون کنین ان شاء الله صدا صحبت میکنین. بسیار خوب، بسیار خوب. قربان شما ان شاء الله. الله زنده باشید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت. بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و شنوندگان رادیوی صالحات، من محمد صابر عبدالخوار از شهر استانبول با شما در تماس هستم. اولا میخواستم با شما با عیدی گذشته، عیدی رمضان تبریک و مبارک بود گفته با همه وطن، با همشهری ها، هموطنان برسانم. و بعدا میخواستم امروز کمی صحبت کنم با شما در اطراف این بدبختی هایی که امروز حکومت تاجیکستان به سرداری رئیس جمهور رحمانوف که امروز جنگ به الله اعلان کرده است، جنگ بر ضد ملت خودش اعلان کرده است. و هر روز هر یک قانونگذاری که امروز در جمهوری تاجیکستان به نظر رسیده می شود، اگر چشم بکشایند ببینند همه یا به کلگی بر ضد بشریت، بر ضد انسانیت، بر ضد اسلام قرارگذاری ها می شود و به امضا می رسند. من نمیدانم که اینها با کدام دلیل باز دعوای مسلمانی میکنند و باز دعوای ملت دوستی میکنند و باز میخواهند و دعوا میکنند که رحمانوف امروز یکی از قهرمانان ملت، یکی از پیشواهای ملت، یکی از پدر ملت، باز با عنوانها رحمانوف امروز جایزه میتین. والله که من حیران هستم. الله شاهد است که وقتی که کدامی که امروز رحمانوف قهرمان ملت میگوید،
کم نظر به اندازه که وقتی که قهرمان ملت میگویند این ملت از کمونیست عبارت است، از سوسیال دموکرات عبارت است، از کمونیست عبارت است و از مسلمان هم عبارت است. وقتی که با یگان این قوم رئیس جمهور یک خیانت بزند وی قهرمان ملت حسابیده نمی شود. به همه ما و شما معلوم است که جمهوری تاجیکستان 97% این جامعه مسلمانی است. الحمدلله که یا مسلمان هستند، خود ترس هستند و پیرو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. امروز بر زیادی شهروندان جمهوری تاجیکستان، یعنی بر مسلمان ها که اینها هم ملت هستند، اینها هم ملت تاجیک هستند، اینها هم شهروندان جمهوری تاجیکستان هستند، امروز نمیخواهد که این ملت کدام لباسی را که میخواهند بر سر بکنند و اینها را طعنه و که کدامی که امروز ستر و حجاب میپوشد اینها یعنی بی سواد هستند، اینها بی مدنیت هستند، اینها بی معرفت هستند. امروز رحمانوف با این سخناش طعنه بر گذشته این ملت میزند، بر گذشته ملت تاجیک که اینها مسلمان هستند. امروز رحمانوف که اگر قهرمان ملت باشد پس برای چی که گذشته های خود را، اولاد اجداد خود را گمراه می شمارد؟ این اولاد، این پدر و این مادر رحمانوف هم مثل این مادر و خواهرای ما ستر می پوشیدن، ریش می ماندن، هرچند که در دوره شوروی بود که اینها وقتی که بر مسجد می رفتن از طرف پالیس های حکومت شوروی اینها تحت فشار می گرفتن. اینها برای فشار نشده، برای یگان ترس هراس نشده، اسلام را از بین نتونستن برده. امروز رحمانوف می خواهد که این ملت مظلوم تاجیک اسلام از بین ببرد. والله که رحمانوف من خطاب از طرف تو میکنم، والله که من از ذره هم نمیترسم، چون که من از الله میترسم. من خطاب به سوی تو میکنم که بر هر یک قانونی که تو میبری بر ضد اسلام، بر ضد ملت من، ذره ذره، ثانیه بر ثانیه خودت نابودی خودت خریب کرده ایستادی. والله بفهم که این ملت من، این ملت مظلوم جبر دیده صدای خودش بلند میکنه، در کوچه های دوشنبه برای استعفای تو صدا بلند میکنه و حکومتی دیکتاتوری تو را از بین میبره. من ایره به تو وعده میتیم، من از این ملت من باوری دارم که روزش میشه که برای شکست دادن حکومت تو صدا بلند میکنه. چنانه که الله وعده کردگی که هر یک انسانی که بر ضد اسلام جنگ اعلان میکنه، اولا من این انسان شرمنده در این دنیا میکنم و بعد سرنگومش میکنم. الله امروز شرمندگی تو در تمام دنیا نشان داد. امروز تمام دنیا تو را رحمانوف میگه که تو شرمنده هستی، تو دشمن ملت هستی، تو ملت کش هستی، تو همون انسان هستی که بر ضد الله، بر ضد همون پروردگاری که تو را خلق کرد، تو را نان داد، تو را رزق روزی داد، تو را سولت دولت داد، تو بر ضد وی جنگ کردگی. پس تو آماده باش که الله تو را شرمنده و سرنگون میکنه. انشاءالله که من به حد خرسند هستم که الله سبب کرده که من امروز با وصال حق برای دیکتاتوری دشمن ملت من میگم که تو دشمن هستی، من از تو نمیترسم. تو ایرا بدان که من محمد صابر عبدالقهار هستم که شما مرا در همه جاها در اینترپول در دیگر جا داده، والله که ذره من نترسیدم. من با چهره خودم در همه جا برآمد میکنم و انشاءالله از الله باوری دارم که ملت من رو که برای نابود کردن دولت دیکتاتوری تو، برای نابود کردن حکومتی ملت کشی تو
صداش بلند میکنه و سرنوشت خودش قلم بر دست میگیره. خودش سرنوشت می نویسه که من با کدام دین بروم، رویش بکنم و کدام لباس در سر بکنم و ریش بمانم یا که به کدام خیش توار خود دوستی و یار و رفیقی بکنم و کدام معرکه توی تماشایی که میکنم در این معرکه کدام شخصیت من دعوت بکنم. انشاءالله من امیدوار هستم و با مردم مظلوم تاجیکستان یک بار دیگر من دعوت میکنم که امروز روزی هست که روزی ننگ است، روزی ناموس است، روزی آینده ساختن ملت است که ما در طول 24 سال خاموشی را انتخاب کردیم. زمین های ما فروخته شد، ملت ما ملت تاجیک تاجدار به غلام تبدیل داده شد. همه بایگری ما فروخته شد، دین و مبین اسلام ما پایمال کرده شد. امروز روز هست که هر یک کسی ما ناموس بکنیم و در کوچه های دوشنبه برویم استعفای رحمانوف طلب کنیم. والله که همه بدبختی هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان است سبب سرزنش همه بدبختی ها خود رحمانوف با این اولاد حشرات ضرررسانش است. الله شاهده، الله شاهده که بدبختی ها همش از طرف رحمانوف است. پس کنار نبسته، برای آینده خودتان کمر ببندید، برای که فرزندای شما کشته در روسیه نشوند، برای که وقتی که شما پدر و مادر و پیر میشه فرزندهای شما یک کاسه آب وقتی که شما بیمار میشه کاسه آب بیارن به شما را بتین، وقتی که شما از دنیا گذشته میشه تابوت شما را بگیرن، نه اینکه کشته شوند فرزندای شما تابوت فرزندهای جوانش خودتان بگیره به گورستان ببره. تشکر برادر عزیز با فرصتی که شما برای من داده که من امروز صدای خود در تمام تاجیکستان بلند کنم و اعتراض خود به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان بیان بکنم. من بسیار خرسند هستم از شما برادر انصاری که امروز الله ما را فرصت می‌دهد و سبب همان است که امروز صدای مظلومان تاجیکستان به گوش تمامی شخصیت‌هایی که چی در درون تاجیکستان چی از بیرون تاجیکستان هستند صدای ما شنیده می شود و همه بدبختی‌هایی که رحمان فیور در درون تاجیکستان پنهان می‌کند ما با سبب 20 سال اخیر به مردم تاجیک میرسونیم. خداوند همه ما را نگهدار باشد، همه ما را برای راست هدایت کند، هر یک مراد و مقصدی نیکی داریم خداوند ما را ظفرمان بتیاد. آمین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوارمون برادر محمد صابر. یکی از اخباری که در مطبوعات نشر شد در یک ماه گذشته، تنها دبیرستان اسلامی در تاجیکستان بسته شد. کسانی که در این دبیرستان درس می‌خواندند بیش از 1400 نفر بودند. مسئولین دلیل اخراج 1380 دانش آموز را در نبودن بنا می‌دانند. یعنی ما ساختمان نداریم که اینجا 1400 نفر درس بخوانند. اگر ما میگفتن نه این آخوندهای ایران و رافضیای ایران و تاجیکستان گفتن نه اینایی که به صالح حق میگن که مساجد رو میبندن اینا دارن اینا اغراق میکنن و اینا دروغ است. مکارم شیرازی گفته بود که دروغ است. امروز ما کلیپ پخش کردیم از حاکم به اصطلاح رئیس منطقه سغد که خودشون اعتراف کرد که ما 108 مسجد رو بستیم و تبدیل کردیم به بنگاه طبی و پارک و این مسائل. تنها دبیرستان تاجیکستان براش یک ساختمان پیدا نمیشه که 1400 نفر برن اونجا درس بخوانن. این آقای رحمانوف است که کنفرانس امام ابو حنیفه دایر کرده بود برای فریب دادن مسلمان ها، برای فریب دادن علمای جهان اسلام. جدیداً هم یک کنفرانسی در مورد بنیادگرایی و تروریسم و این مسائل میخواد. بزرگترین تروریست پرور خود اینا هستن که کارخانه ایجاد و تولید تروریسم در تاجیکستان رو دارن. در ادامه این خبر میگه که در دبیرستان اسلامی میگن که چندی پیش یک گروه از نهادهای مسئول حکومتی آمده اعلان کرد که فعالیت مؤسسه تعلیمی قطع میگردد و باید دانش آموزان را جواب دهید، یعنی اخراج بکنید.
مسئولین میگن که بنایی که این دبیرستان در آنجا هست بنای جنجالی بوده و مقامات میگن که آن را به حساب وزارت معارف برگردانند. دبیرستان در بنای سابق دانشگاه مشترک تاجیکستان و آمریکا یا صدر جایگزین شده بود، اما ناظران میگویند که مشکل فراتر از این بحث هاست. دبیرستان اسلامی سال 2009 با تشبث حکومت تاجیکستان در نزد دانشگاه اسلامی تأسیس یافته بود و در آن حدود 1400 نفر دانش آموز تحصیل می‌کردند. حدود 380 نفر خواننده را تا آغاز سال روان به بهانه نرسیدن جای خارج کردند. خواننده یعنی همون کسایی که اونجا تحصیل میکنن. این هم در حالی است که سال 2014 اجازه‌نامه فعالیت دبیرستان تا سال 2019 تمدید شده بود. مؤسسه مذکور نه تنها در تاجیکستان بلکه نخستین دبیرستان اسلامی رسمی در حدود اتحاد دولت‌های مشترک المنافع می باشد. طبق خبرها حالا در دانشگاه اسلامی نیز احتمال صف 50% کارمندان را کم کنند که این کلاً کم کردن. و کیا رو کم کردن؟ علمای اهل سنتی که در این دانشگاه درس میدادن اینها رو اخراج کردن که به جای اونها آخوندهای رافضی صیغه‌ای قم رو بیارن که ملت تاجیکستان رو به طرف خمس و صیغه و فحشا و فساد سوق بدن. ایرانی که با بیش از 85,000 دختر خیابانی که نتیجه فاحشه خانه های رسمی آخوندها در قم و مشهد از امروز دست به گریبان هست و در مجلس شورای اسلامی قراره که خانه های عفاف رو بسازن که این فاحشه ها رو اونجا جا بدن. اینا همون کسایی هستن که آخوندها با اینا صیغه کردن و ول کردن اینا رو در خیابان ها به جان ملت انداختن. میخوان همین فساد و فحشا رو در تاجیکستان هم رایج بکنن توسط همین آخوندهای صیغه‌ای که امروز جلسه دارن. از داخل جلسه اینها به ما خبر دادن که امروز جلسه دارند با رافضی که رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان تعیین کرده که 9 سال تاج الدین 9 سال در جامعه مصطفی در دانشگاه مصطفی در ایران درس خونده. این رو این حکومت رحمانوف رئیس دانشگاه تعیین کرده و همین امروز جلسه دارن یا شاید هم جلسهشون الان برگزار شده باشه با آخوندهای ایرانی برای اینکه این دانشگاه اسلامی رو که در آنجا فرزند تاجیک میرفت در اونجا درس اسلامی میخواند بر طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، میخوان این دانشگاه رو به تحویل بدن به ایرانی ها، تحویل بدن با آخوندهای قم، به جنایتکاران خمینی، تا در این دانشگاه به فرزندان تاجیک تن و لعن به ابوبکر و عمر و عثمان و همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رو یاد بدن. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر گرامی. وصال حق، بفرمایید. با آقا انصاری صحبت نکنم؟ دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بکنید بیننده گرامی. من عبدالولی هستم. آقای عبدالولی؟ بله. بفرمایید آقای عبدالولی. در ترکستان حق و مسئله ها رو و یک پول هر ماه. آقای عبدالولی برادر بزرگوار، اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرید، صدای شما واضح نیست، اینترنتتون رو چک بکنید، مشکل اینترنت دارید، صداتون واضح نیست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی. بله، سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا عرض میکنم السلام علیکم با تمام مردم افغانستان. الو. بله بفرمایید. دوستان سعی بکنن که از هدفون استفاده بکنن، چون وقتی که شما از طریق بلندگو صدای ما رو بشنوید انعکاس صدا سبب میشه که صدای ما دوباره پخش بشه و این گونه نمیشه که به صحبت شما گوش داد. بیننده بعدی از طریق اسکایپ. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم محمد انصاری، بفرمایید اسلام جان برادر عزیز. به نهایت خوشحالم که با شما باری دیگر هم صحبت میکنیم. دیروز در برنامه بالا عالم اون رو سکی بود که صحبت کرده بودیم با طریق تلفن. بله. امروز که دردها و آرزوها هست میخواهم کمتر صحبت کنم با شما برادر عزیزم. بفرمایید. محمد جان، درباره مهاجرت تاجیکان که سراسر این مشکلی را دارن، خوب شاهد هستند تمام سیاست شناسان و فعالان کشور تاجیکستانی را آگاه هم میدونن. اما درباره اینکه خدمت بعض خردمندان تاجیکستان برای رافضیان و لباس دوستی پوشان در تاجیکستان برای ملت تاجیک، اینش مصیبت تر است و این درد است. اما آرزو این است، این خواستم بگم که یک وقت طبق نام یک داملای را به نام سلفیت بردن به زندان. این داملا سراج‌الدین بود، خدا نگهش داره. این انسان وقتی که بردنش به زندان بردنش، خوب این را تمغه سلفیت زدن، اما در اصل بسیار شیخ دعوتگر خوبی بود، خدا نگهش داره. تا حال هم حیات نشان خدمت ارزنده کردن. خیلی هم اگر چه مدت کم دعوت کردن، اما سخن گفتن که هر مردگان، حتی مردگانی که زنده میگشتن اما در اصل مرده بودن، بیدارشون کرد. باور نداشتم ملت تاجیک که چنین خطر اینها را احاطه کردگی باشد. در اصل مصیبت زیاد از این جانب بود که علماهای تاجیکستان برای اهمیت ندادن. من وقتی که علمای ایران نگاه میکنم، برای یک عالم روحانیت صدا بلا میکنن و ناعادلانگی حکومت ایران افشا میکنن در روی جهان که یعنی اهل سنت، علمای اهل سنت به ناحق ترور کردن، یا اینکه از این کار علمای تاجیکستان برعکس گرفتن، این را پیش کردن و فیدیویش کردن، گفتن برود خوب زندان براش بهتر. در اصل شیخ درباره عقاید رافض خیلی هوشیاری بیداری داد. اگر برادران اهل سلف در تاجیکستان پیدا نمیشدن، والله که این ملت تاجیکستان اگر یک نوگیز به اندازه نوگیزیدن از واقعیت اصحاب، فضیلت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بوی نمی بردن، اهمیت هم ندارن، تا حال اهمیت هم نمیدن. به این خاطر بود که ما همه وقت من یک جرا میخوام هم برای برادران اهل سلف تاجیکستان میخوام یک تشکری زیادی را پیشنهادشان کنم و دعای خیر در حقشان کنم که اگر سبب اینها قدر با اینها ما مناظرات میکردیم، اما مناظره های جهلانه عوام الناس، یک مناظره که بین خودمان بود که منطق داشت، این چیزی نبود، اما برادران سلف همه دلیل هاشون درست بود. راستش ما هم یک برادر مذهبی متعصب دیم. درباره فقط خطری میگم که ما به همین یک صحابه که با حضرت علی چیز داشتن، میان خودشان مشکلی میان خودشان داشتن که این مشکلی نه عقیدوی بود و نه مثال برای اقتصادی بود، نه خواسته از دست علی گرفتن این هم نبود و نه درباره عقیده حضرت علی. فقط این یک مشکل داشته بود که بین هر دوشان چیز بود. خوب شما علما آگاه هستین از این. ما آنقدر زبان درازی میکردیم و گمان میکردیم که این حضرت، این معاویه یک انسانی عادی است و برادران ما را در واسطه اینترنت خبر کردن که برادر هوشیار باش، ایرا ما را سلفی را هم یک کنار بگذار، حنفی را هم یک کنار بگذار، درباره فضیلت ایشان برای سراغ بکن. اولا سراغ تر ما به پیغمبر میگفت، تر مراجعت میکنیم، تر به قرآن مراجعت میکنیم، با امام ابو حنیفه مراجعت میکنیم که برای آیا در شأن ایشان چیزی گفتن یا همین حضرت امام ابو حنیفه یا خیر. ما خلاصه که رفتیم تا اونقدر حتی شب و روز هم دعا میکردم که خداوند حق رو برایم حق جلوه بده و باطل رو باطل. زیرا که من فقط من از استادم یک چی فهمیده بودم که میگفت که روش سلفی گفتن سراج‌الدین سلفی شده است.
یک دهشت کلام بود که این داملو خیلی مشهور شده بود. همه جوانان مخلصش بود، حتی بعضی موسسات به زیارتش میرفتن میگفتن بسیار ما را احترام میکنن، بسیار انسانی با ادب است. وقتی که این قدر دهشت زیاد یک واهمه بگیم، ما این را واهمه میگیم که در سر مردم اومده بود چگونه این داملو سلفی میشده باشه، این را یک وحشت انداختن. اصلی واقعا این عقیده بود است که ایشان برای ملت یاری کرد و یاری خودش کرد. اینجا فقط ما همین قدر بسیار در تاجیکستان الان برادران بسیار تاجیکی با پیر پرستی مشهورن، اصلا هیچ پروای اهمیتی هم درباره اصحاب پیامبر ندارن، پروا هم نمیکنن. با بسیاریاش صحبت میکنیم میگه صحابه یک برادر سلف که صحبت میکردم. خب اکنون اینجا در ملت ما فقط سلفگری و حنفیگری حالی شعار است، یک شعار شدگی است. وقتی صحبت میکردم میگفت که همه در یکی از شهرهای روسیه میگفت دعوت میکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم، این گونه گفت، حضرت ابوبکر این گونه گفت، صحابه، امام ابو حنیفه، تابعین، تبع تابعین میآورد و از سفیان ثوری چه فرق ندارد. اگر منهج میگه صوفیه میرفتیم با صوفیه میگفتیم، با منهج تشیع با تشیع، با سلف صالح، هر منهجی که میگفتن خیر، بسیار گپ خوب گفتی. همین وقتی که میفهمیدن من برادر ای مذهب نیستم، یعنی سلفی هستم، با نام که غیر سلف میگه همه گپای ما رو کنار میگذارن. ما رو میگفتن که تو در دست پروری انگلیس و یهود هستی. این تربیه را او علمای یاد شده که سامونه به سامونه در منبرها حتی شدن ای را رد کردن، از کنار گذاشتن. اگر چیز هم نباشد این حکمت ما که پروای یک گروه چه حنفی باشه و چه سلفی و در این گروه پروا نداره و علم هم اهمیت هم نمیده. با اوهیسه همش خوب تا این روز ما خود شما همه ما شاهد هستیم که کردن امین برام دفشون کردن، صداهاشون هم بستن، مسجدها رو هم بستن، حجاب بستن، تا این روز ما اومدن رسیدن با اهدافشون رسیدن. اولین شکست را که فریبشون داد حکومت، همین بسیار فعالانه اولا این را به نام تبلیغیت و تحریریت و سلفیت و وهابیت اوور این روز اکنون کار خنجر در گلوشون مونده، کنی صدا بلند کنن، کنی مردم بخیزونن، دفشون میکنن تاجیکستان. والله که تا ریشهشان عود میکنن، نه ایشانش، نه حجش، نه مولاش، نه اومش غیرت نداره این کار بکنن، برای که دیگه کار از کار گذشت. او حکومت خیلی بخفت شده اولی. برای این خاطر برادرانی که در این سمونه یا چی را میخوام بگم، برادرانی که در این سمونه میگن از پی ایشان نوردین جان بخیزین، یا بار برنامه پیشایی در گفته بودن. خب خداوند نشان نوردین نگه داره، ما هیچ مشکلاتی که عقیدوی است ما کار نداریم، در چون که ما عوام هستیم. اما ما با او برادرها فقط امیر میگم که هوشیار باشن، ای پی هر انسان هم نخیزن، برای که بعد در عقیده مشکل داره. خداوند نگه من تشکر میکنم از شما برادر عزیز بزرگوار، الله متعال من ببخشید من یه چیز دیگه رو میخوام بگم. خیلی کوتاه بفرمایید. من ببخشید ما رو بعد در معویزه سلام ما رو به مجیب الرحمن انصاری برسانین و شیخ عبدالقدوس دهقان. برنامه هایی که آن روسکی می شود یا اینکه برنامه تاجیکستان می شود، همه را در یوتیوب هر چیز زودتر بفرمایید که من در بعض جاها به برادران می رسانم که یا استفاده برن. خصوصا برنامه شیخ عبدالقدوس دهقان خدا نگهش داره، نحب که الله. بعد یک چیز دیگر این است که در موعظه ایشان شیخ مجیب الرحمن انصاری یک موعظه‌اش برای مادر شعر داشت، مادری با وفای من، برای شعر مجاهدین بود که در راستای جهاد بود، یعنی شعر مجاهدین بر مادری با وقار من، گریه مکن برای من، عشق مریز برای من، چشم مبند برای من، همین گونه بود. این را اگر هم ایشان چیز این برنامه شما در همون سمونه وصول حق بفران بسیار خوب میشید که در وسط ببخشید. باید درباره جوانانی که تاجیک به سوریه رفتن در این باره هم بگوییم که ما دیروز در این باره صحبت کرده بودیم، شما صحبت کردیم، ما کم تر اگر نظر انداختیم دیگه، شما گفتین که
آنجا احتیاج به رفتن هم نیست. برای که ما برنامه را کمتر دیرتر کردیم. الله شما را نگه داره، در حق ما دعا باشید. مرا ببخشین که کمتر من یک از واعظان گرفتم و این پیشنهاد شما را پیشکی گفتم که به علمای اهل سنت زبان درازی نشود در تاجیکستان. ما را الله بخشن. این فقط به خاطر بود که بعضی برادران ما نمیفهمن. ما مجبور شدیم که را بگم که هوشیار باشن. خدا شما را نگه داره. تشکر از شما. تشکر برادر. خدا نگهدارت. از طریق تلفن احمد جان وصل کنید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام تو خوبه حضرت جان چینجه؟ سلامت باشید. شما خوبید؟ الحمدلله. بفرمایید. برادر انصاری سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای ما را از طریق تلفن بشنوید و صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. ما میخواهیم که در همون باره تاغوت از دید هم بگیم مبلغ خصوصا بسیار اسلام چند بده. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. میدون وقتی که میگه که لباسی سیاهیمونه سطر سیاهیمونه بعد خدا داده در هم موبایل همون زنکاس دانش هم اشتیاگه نمای کلام کتیش و در پیش هم دخترکا یک بدون هم اشتیاگه هم بعد او از کدام چیه بگو وقتی که میلد توجی که پس میزنید سطر ایمونه استیگه. تشکر از شما بیننده گرامی. تشکر از شما. سلامت باشید. تماس بعدی رو وصل کنید احمد جان. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. سلامت باشید. شما چطور هستید؟ ما انشالله شما دست نداره این برادرایی که برآورده تلفن خیلی گرم بزنن انشالله حاضی گفته انشالله باید گفت زدن که انشالله همیشه انشالله اسلام نداره که امروز برآورد کنید همین امروز آمدن آفت دینی ما شدن دیگر ایشان گنده کردن خدا شد رفتن حاجی مرزای ایشان نوردینجا دیگر اینا همه میلیون کسها اسلام ما دیگر الحمدلله اسلام ما دعا میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله سنگسار کردن اینجا مردم ما 700 سال باور کنه شورای دیدن همه دیگر همه گمراه هستن نماز میخونن یک خلق بگشت زندگیشون رو باور نمیکنن نماز میخونن بچه از مسجد پر میکنن یک تسریع خدا گفتم ما بچه میکنن این ما دعوت کنیم دعا کنیم حقشان ان شاء الله پیامبر آخر سنگسار کردن حق شما دعا کردن خیلی گشت یک مون بعد نظر باید ما حق اینو دعا کنیم که اینا خدا هدایت کنه هدایت بعد هدایت دنیا استر دعوت کنه پرهیز مون ان شاء الله خدمت دین نکرده که سنت حق ما به دعا ان شاء الله ما یک مردم هستیم ما گفته شو که مسئول مخی هستم بچه‌ها اینجا بردن نمیتونن که اینا قرآن خوانن ان شاء الله خدا ما دست و تامرش ان شاء الله دست میتیم ما حرکت میکنیم به اسلام پیش بریم ما همین راه هستیم ان شاء الله من راه میبریم ما دیگه یک انتخاب نمیکنیم ما ان شاء الله جان ما تیکه شده ان شاء الله همین راه میریم خدا خیر خیر شما تلاش خود دیگه تاس ما گرد دیگه ما ان شاء الله همین راه هستیم خدا نگهبان شما باشه زنده باشید اما ما خدا پیرو قرآن و سنت کنه ان شاء الله حق ما دعا کنه زنده باشید الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما بکنه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از بینندگان عزیز و گرامی خواستن از این برادری که با این احساسات صحبت کردن و از عزیزانی که دوست دارن با صدا و تصویر از طریق اسکایپ با ما همراهی بکنن برای ما پیام بفرستن و انشالله از طریق اسکایپ با صدا تصویرم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید. در بعضی از مسائل متهم کردن بعضی از علما به اشکالات اعتقادی و مسائل مختلف این مسائل پیشنهاد من این است که اگر بالفرض شما مسئله رو میشنوید چیزی رو میبینید از بزرگوارانی که هستن در تاجیکستان برید و با خودشون این مسئله رو مطرح بکنید از نزدیک صحبت بکنید باشون و شاید سوء تفاهمی باشه شاید برداشت اشتباهی باشه و من یک نکته مهم رو اینجا بهش اشاره بکنم که چه روافض در ایران و چه دشمنان تاجیکستان
و چه این حکومتی که برای نابود کردن اسلام در تاجیکستان کمر بسته، اینها همه از این اختلافاتی که بین دعوتگران و علما هست سوء استفاده میکنن. این رو به یاد داشته باشید ملت تاجیکستان. اگر فردا همینایی که امروز داد از حنفیت میزنن که ما حنفی هستیم، نوکران ایران در تاجیکستان، به خدا قسم اگر روز قدرت دست اینها بیفته، همان گونه که در سوریه و در عراق از خون اهل سنت جوی خون جاری کردن، به شما هم رحم نخواهند کرد. در کوچه های دوشنبه خدای نکرده اگر روز قدرت دست اینا برسه، نه به صوفی شما رحم میکنن، نه به سلفیتون رحم میکنن، نه به حنفی رحم میکنن، همه، نه به زن نه به مرد. در عراق دیدید مسجد امام ابو حنیفه رو در بغداد چه اهالی به سرش آوردن. امامان مساجد اهل سنت رو نمیپرسیدن که حنفی هستی یا شافعی هستی یا مالکی هستی. هزاران مسجد رو خراب کردن، هزاران دعوتگر و عالم اهل سنت رو نابود کردن. حتی به علما اساتید دانشگاه، به پزشک‌ها، به مهندسین، به هیچ کی رحم نکردن. هر کی نامش مطابق اسماء صحابه بود شناسنامه‌اش رو نگاه می‌کردن. عمر، ابوبکر، طلحه، زبیر، سعد، اسماء صحابه بود، بدون چون و چرا می‌بردن اعدام می‌کردن. ما در یکی از برنامه کلیپی رو پخش کردیم که طرف رو به خاطر اینکه نامش عمر بود یک کودک رو زنده آتیش زدن. به هیچ کی رحم نمی‌کنن اگر قدرت دست اینا برسه. و ما متاسفانه دعوتگران ما، علمای ما، این علفی است، این سلفی است، این حنفی است، این نمیدونم اخوانی هست، این فلان هست، ما با همدیگه درگیر هستیم و دشمن همه ما اومده کشور ما رو اشغال کرده، ما خبر نداریم. دانشگاه های ما رو گرفتن، ما خبر نداریم. مساجدمون رو گرفتن، ما خبر نداریم. هنوزم درگیر این هستیم که این سلفی است، این حنفی است. هنوزم درگیر این هستیم که این صوفی است، این اخوانی هست، این تبلیغی است، نمیدونم این فلانی است. اگر تاجیکستان به دست روافض ایران افتاد، به هیچ یک از شما رحم نخواهند کرد. همون گونه که این حکومت سلفی رو با حنفی میزنه، حنفی رو با سلفی میزنه، یکی رو به جان دیگر انداخته، در میان دارن سوء استفاده میکنن. در حالی که این حکومت دشمن همه شما هست. آیا وقتی نرسیده که دست به دست هم بدیم؟ آیا وقتی نرسیده که به آنچه که الله و رسولش امر کرده عمل بکنیم؟ اختلافاتمون رو کنار بگذاریم؟ امروز چرا یک طاغوتی میاد در تاجیکستان حکومت میکنه، صدها نفر از جوانان و علمای ما رو به زندان میاندازه، بیش از 80 نفر عالم اهل سنت را از دانشگاه اسلامی اخراج میکنن، صدای کسی در نمیاد، جرأت نمیکنه کسی حرف بزنه، چون یکی رو به نام حنفی، یکی رو به نام سلفی، یکی رو به نام حزب تحریر، یکی رو به نام اخوانی، یکی رو به نام نمیدونم تبلیغی به جان هم دیگه انداختن. اگر سلفی رو گرفتن، حنفی خوشحال میشه که خوب شد گرفتنش، رفت زندان، شرش کم شد. اگر حنفی رو گرفتن، سلفی خوشحال میشه، خوب شد که حنفی کم شد. همینطوری ملت رو به جان هم دیگه انداختن. امروز تا شما تکون بخورید، تاجیکستان را رحمانوف به ایران فروخته. این رو یقین داشته باشید. اگر این وضعیت در تاجیکستان ادامه پیدا بکنه، کشور تاجیکستان رو همان گونه که ناموس تاجیک ها رو به روس ها فروخت، به دیگر کشورها فروخت، نفت تاجیکستان را فروخت، گاز تاجیکستان را فروخت، برق تاجیکستان را فروخت، خاک تاجیکستان را فروخت، آب تاجیکستان را فروخت، همه این کشور را خواهد فروخت. و ما درگیر این هستیم که این حنفی است، این سلفی است، این فلان است، این علان است. احمد جان بس کنید از تماس های تلفنی. بله، سلام علیکم. بیننده عزیزمون از روسیه، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، حال شما خوب است؟ سلامت باشید، تشکر از شما. میخواستم یک چند سخن خلاصه خود را بگم استاد عزیز. بفرمایید. مثلا یک چند وقته من حکومتی اگر روزه
تاجیکستان هم یعنی که مشاهده میکردم مقصد در باره مهاجرات چی فکر دارن؟ بله. یعنی که آینده چی فکرات چی نقشه است، آیا گردانده تاجیکستان بردنیان یا که عموما فکر همین را دارن ندارن؟ یک چند وقت مشاهده میکردم چیزی به نظر نرسید که حتی که سخن گفته باشن که ما مثال گیریم خیلی چند سال بعد این مشکلات را حل میکنیم یا دیگر. درست. بعدا این روز این چند برنامه شد خدا شما را خیر کرد که برای تاجیکستان مشکلات تاجیکستان هم میگیم انشاءالله خیلی خوب است. در این چند برنامه مشاهده کردیم که همه اکثریت جوانان هستن که داد و فریاد داشتن یک شخص ای حکومت پیدا نمیشه که اقلا برای یک سوال جواب بیاد. یک سوال ده. خب حداقل دروغ گویا که ما مثلا حرکت کردیم یا یکم کار کردیم برایش. درست. یعنی معلوم میشه که ما بکته در کار نیستیم. درست. معلوم میشه که ما نه با حکومت در کاریم. عموما ما یک گویم که گله گوسفند هستیم که فقط گوشت ما را استفاده میکنن و روغن ما را دیگر. الله المستعان. الله المستعان. تشکر. چند هزار مرد اینا در فرق نداره. هزار مرده ایستاده بگذار مرد. اینا در فرق نداره. مهاجرا میگن جوانا پیش آینده ملتن یا که جوانا آینده ما دروغ است. این جوانا جای پرکنی بیان. همه میشه. درست. یکم سخن نیست که گویا که حداقل که ما آمادگی دیدیم یا یکم بنیاد کردیم با سالهای یا خود حداقل با 10 سالهای اخیر ما همین مشکلات حل میکنیم. جوانا با تاجیکستان برمیگردن. این رو میبینیم چی 15 سال داره، چی 16 سال داره، چی 25 سال داره. در روسیه در دست یک کدمانه فقط کارش همون ساختمان و دیگر غلامی کرده گشته. درست. متاسفم. من نمیدونم آینده دولت با چی پیش بردن یا که کدام جوان را آینده ملت میگن من حیران نشم میدم. بعدا همون شخصایی که گرفتم پرزیدنت ما را رئیس جمهوری ما را عنوان دادن قهرمان ملت برای او یکی 200,000 آدم با یک گفته که بعد از جنگ‌های شهروندی تو برگردانده باشه. خب من شک دارم که خودتون برگرداندن در مورد این نویسن. خب ما قبول داریم با 200,000 آدم برگرداندن عنوان قهرمانی میدادن او آدم را. 2 میلیون جوان از وطن بی وطن کردن به چی عنوان میداده باشن؟ اگر مرد هستن فقط برن در همین سوال جواب دهند. مرد هستن یکی همه آدم برای بگه اگر شخصی که 200,000 آدم به وطن برگرداندن قهرمان حساب میکنه، اگر شخصی که 2 میلیون از وطن به وطن کرد چی حسابش کنه؟ این همین سوال در جواب اما دیگه سخنی ندارم. تشکر از شما برادر. زنده باشید. تشکر میکنم از احمد جان. اگر این تصاویر رو نشون بدید احمد جان، این تصویر یک کودک سنی است که شبه نظامیان شیعه در عراق این رو اعدام میکنن. وقتی که وارد مناطق اهل سنت در شهر انبار شدن این کودک رو اعدام میکنن. این تصاویر رو نگاه بکنید. این داعشی است، القاعده است.
نمیدونم مخالفین نظامی دولت عراق است، اینا اطفال اهل سنت هستن. این یک نمونش. من فقط اگر بخوام 3 ساعت برنامه رو اختصاص بدم به نشر کلیپ‌های جنایاتی که شبه نظامیان شیعه در عراق بر علیه اطفال، کودکان اهل سنت کردن، هنوزم نیاز به وقت خواهد بود. این یک نمونه است. امروز اگر علمای تاجیکستان، امروز اگر عقلای تاجیکستان، امروز اگر جوانان و مردان با غیرت تاجیکستان در مقابل جنایات ایران و مداخلات ایران، مداخلات مذهبی، فرهنگی، سیاسی در تاجیکستان نایستن، همین صحنه‌هایی رو که می‌بینید در عراق امروز داره رخ میده، همین صحنه‌ها خدای نکرده برای فرزندان شما رخ خواهد داد. چون دلهای اینها پر از حقد و کینه است نسبت به اهل سنت. حتی امام زمانشون، من بارها نشون دادم در برنامه آن روزه که حتی امام زمانشون که در آخر از زمان میاد 2/3 مردم دنیا رو میکشه. به خاطر چی؟ به انتقام امام حسین. یعنی اهل سنت رو به انتقام امام حسین میکشن. اینایی هستن که امروز به نام خانه فرهنگ و کمیته امداد امام خمینی و نمیدونم دانشگاه اسلامی و تقریب مذاهب و به نام دانشجویانی که در ایران برن درس بخونن، در هر کشور از همینجا شروع کردن. در هر کشور از همین تقریب بین مذاهب شروع کردن. در مصر هم از همینجا شروع کردن. و در تاجیکستان هم امروز دارن زمینه رو برای همین جنایت هاشون دارن آماده میکنن. اگر امروز شما در مقابل ایران نایستید، در مقابل ایران و روسیه، شما ببینید که این مثلث شوم فعلا در تاجیکستان، روسیه، رحمانوف، ایران. ایران اگر بخواد هر مسئله رو در تاجیکستان انجام بده، از کی استفاده میکنه؟ اهرم فشارش کیه؟ روسیه است. حزب نهضت اسلامی رو بنا به درخواست روسیه ایران فروخت به روسیه. سران نهضت اینو میدونن و اونایی که نمیدونن در خواب خرگوشن. اونایی که عاقلن در نهضت اسلامی میدونن که حزب نهضت رو ایران فروخت به روسیه، فروخت به رحمانوف از طریق روسیه، از طریق ایران. و همین سیاست رو الان هم ایران داره بازی میکنه. دیدید همه ملت تاجیک بلند شدن میگن در تاجیکستان مساجد رو میبندن، مدارس رو میبندن، حجاب رو از سر مردم بر میدارن، به مسلمانان ظلم میشه، به ملت تاجیکستان ظلم میشه. صدای همه دنیا در اومده. حتی اوبامای کافر صداش در اومد که در تاجیکستان حقوق بشر زیر پا میشه. اما آخوندهای خبیث ایرانی، حکومت دجال خامنه‌ای میگه که نه، تاجیکستان خیر و خیرت است. دروغه. سفیرشون در دوشنبه نگفت که اینا همه دروغه، هیچ اتفاقی نیفتاده اصلا در تاجیکستان. چون تا چراغ سبز از طرف روسیه نشان داده نشه به ایران، ایران صداش در نمیاد در تاجیکستان. همونطوری که دیروز اسلامگراهای تاجیکستان رو فروختن به رحمانوف و به روسیه، همه ملت تاجیکستان رو در مقابل شیعه کردن تعدادی از جوانان تاجیک خواهند فروخت. احمد جان تماس بعدی رو برقرار کنید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید. ما من جناب رحمان گفتنی هستم که چی را که من سطر رو من میکنم، این شیعه ها را چی کنم؟ شیعه ها را من کنم از اون چی که سطر من میکنم خوبتره که این شیعه ها را ارتجاع را من کنم، چون که سطر خداوند قرآن و بیان کردگی خداوند و با هر یک مسلمان فرض کرده. من با آقای رحمان گفتنی هم که اگر با قرآن مسلمان بینگره در سوره اعراف و در سوره نور این
حتی را برای هر زنان مسلمان فرض کرده است. اگر به قرآن مسلمان نگرد نه به قرآن نه به کتاب خودش به کتاب بازار صابیر، این رحمانوف خودش یک درویشی شدگی، این مسلمان نیست. تشکر از شما این برادر. مسلمان نیست. استاد بزرگوار ببینید رحمانوف ببینید که بازار صابیر خدا و پیغمبرای همین مسلمان همین 8 میلیون مسلمان رحمانوف حق نمیگشت که تو بگر از ملت مسلمان عذرخواهی که یک عذرخواهی بزرگ 8 میلیون مسلمان تاجیکستان بهتر میدونه. درست. این ناموسی چی داره؟ خدا رسول که این ناموسی چی داره؟ تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. السلام علیکم. سلامت باشین. تماس بعدی احمد جان. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی از روسیه بفرمایید. تماس بعدی از تاجیکستان. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری میخواستیم درباره علمای تاجیکستان بگیم که نه فقط ما به دلیل مقصد فکر زدیم که انا علمای تاجیکستان تحت مقصد یکم سوال یکم چی بریم. علمای تاجیکستان بسیار به مانند حاجی میرزا ایشون نورین که برآمده گام میزنن که شیعه برادری ما هستند. خیلی کمتر درباره صحابه گپای خطا گام میزنن این قدر گپی نیست. تجارت ما همش حساب شیعه همه شیعه هست و برادرای ما هستند. بعد این چه پیشی شیعه را گرفته میشود. شما هر روز اینجا برآمده نشون میده که شیعه کی هستند. اینجا میگن شیعه برادر ما هستند. شیعه را دشمن نکوبه شما. این دلیل هست. این همه با ثبتش هست. همش هست. این دروغ نیست. یه حقیقت این مردم هم میدونه اینا. درباره ما گفتیم که علما تاجیکستان با فکر بسیار چه علوم گفتن هم درست نمیده. برای که خطایی هست. بعد درباره این گفتیم که آن یک خلیفه که مونده درباره کودکی باید در عراق مرحله که به این خط میرسونن به این درجه شما با محکومه که عملای اونجا را دیگه شد. در این مورد میخوام گفتم که هم خط نشون میده که این خطایی شیعه هست هم محکومه کنید. حقیقت چه گفتن در کردار برای همین وقتی که مردمی تاجیکستان در برای گام میزنن علما را تحت سوال نبرید. علما را چی نبرید؟ علما کشوده گام میزنن که باید مانع میشوند که مردم همیشه ما نشان میده که همه اینو شیعه کی هستن اینا معنی میشوند طرفداری میکنن. وقتی که ایش سطر دیگه شما میگن یکم فرامت نمیکنن گرد نمیزنن در این یکم سطر نمیکنن تطویل میکنن که فقط ورزید یعنی اینو طرفداری از حکومت طرفداری از همین باقیان اینو میکنن. واجب میدونن که وقتی که درباره اسلام گفت زنن و خاص صلات و حبی گفته واجب میدونن که سپرن در حکومت اونا را برده دیندون کنن. این واجب میگن به اینو. بعد این تحت سوال نیست. حقیقت امر شاه واجب است میگن سوی خدا روی زمین این چی میگه شما در این برای کم پرش شما روشنی اندازه در مردم مو تو قدر فهمیش ندارن مردم مو. علما همین میگن علما خیلی یکم آدمی بی سواد بودن مامان هم دی حاجی میرزا ایشانی نوردین دیگه و دیگه بخشش که بسیار بعد یادم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید برادر عزیز گرامی، اولا شیعیان اون شیعیانی که شرک نمی‌ورزن، به صحابه توهین نمی‌کنن و خرافات و خزعبلات ندارن، برادران ما هستن. ایرانی باشه، از عراقی باشه، سوری باشه، از هر کشوری که باشه. و اونایی که شرک می‌ورزن، توهین می‌کنن، لعن و نفرین می‌کنن، هر کسی که باشه از هر جایی که باشه برادران ما نیستن و ما اونها رو مسلمان نمی‌دونیم، خاصاً که اگر قائل به تحریف قرآن و توهین به همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم باشن. و اینکه شخصی یک زمانی مثلا از اعتقادات یک مذهبی، گروهی، فرقه‌ای اطلاع نداشته، در مورد اونا رو تایید کرده و امروز حقیقت اونا رو درک کرده
و اونا رو رد کرده. این دلیل نمیشه که ما بیایم چون که شما پارسال فلان اعتقادی رو داشتید ما هنوز هم به شما باید بتازیم که شما آدم گمراهی هستین. یک نکته مهمی شما اشاره کردید، قضیه این که اینها هر ظلمی که سرشون میشه سکوت میکنن یا همکاری هم میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی میفرمایند که من عان ظالما سلط الله علیه، هر کس که به ظالمی کمک بکنه خداوند اون ظالم رو مسلط میکنه بر سر اون. قبلا هم گفتیم و بارها هم در این برنامه و در دیگر برنامه اینو ذکر کردیم و بازم میگیم که هر کس که با ظالم همکاری بکنه، تاریخ اینو ثابت کرده که الله سبحانه و تعالی همون ظالم رو بر اون مسلط میکنه. همینایی که امروز بعضیشون که گوشه زندان هستن در تاجیکستان تا دیروز همکاری میکردن با رحمانوف، یا مادی یا معنوی، یا توجیه میکردن جنایاتشو، امروز همونها در گوشه زندان دارن نتیجه اعمالشون رو میچشن. و همچنین الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که بیان میکنه در مورد ظالمین میگه که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. به کسانی که ظالم هستند، ستمکار هستند، به اونها تمایل پیدا نکنید، تکیه نکنید، از اونها دفاع نکنید که آتش جهنم به شما خواهد رسید. این عذاب آخرت است و برای شما یاری و دوستی جز خداوند وجود ندارد. فکر میکنید که امروز در کنار رحمانوف قرار بگیرید، چهارسبایی زندگی میکنید، اون میتونه به شما کمک بکنه؟ والله که غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کس نمیتونه ذره نفع و ضرری به انسان برسانه مگر اینکه الله سبحانه و تعالی بخواد. آنگاه یاری نمیشوید. خواری و ذلت و بدبختی در دنیا و عذاب آتش جهنم هم در آخرت. تماس بعدی احمد جان. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم در چند مورد صحبت بکنم با انصاری اگر وقت میشه. بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از تاجیکستان زنگ میزنم، اسمم ابوبکر است. ابوبکر برادر عزیز بفرمایید. یکم میخواستم پیشنهاد بکنم، پیشنهاد یک برادر بودیم. پیشنهاد این بود که از همین شبکه وصال حق یک نماینده رو بگذار کنید، اگر امکانیت باشد هر شبکه اولی تاجیکستان رو بگذارد، هر نظارت بکند، هر چیز، هر هستی و هر تنها گویم که یک خنده‌آور چیزای از رحمانوف رو میبیند و احتیاج دیگه به زنگ زدن ما اون قدر هم نیست. و دویم پیشنهاد این بود که یکم نماینده رو به روسیه روانه بکنید اگر امکانیت باشد، به خاطر اینکه مثلا در تاجیکا رو نوشته بکند و به شما برسوند. خب دیگه این است که حجاب میخواستم و جناب خطاب کنم که اگر این این حجاب اگر از ما نباشد، پیروی از عربستان و از افغانستان باشد، اینها که به ما نزدیکترند، این نفر خودش مقصر میشد اینها از کجا است؟ اینها هم از مال غرب هستند. چرا خودش از غرب پیروی میکند؟ معرفت غرب و پیروی میکند. و دیگر کتاب پیام علی که پیام علی رحمان از خدا بتر، زیرا خدا در قرآن میگوید خدا و فقالو از اون روز بتر که خدا تو دست بگیره تا بکشونه دو رو، ثم الجحیم صلوا، صفت به طرف جهنم به تاجیکی بگیم دنگلک دقیقه کند از اون روزها بتر. و دیگر خطاب به کگبه هست که
با جناب عالی همکاری نکند با 1700 تومان یا 2000 تومانی که برای شما میدین، هر گپ هر دستوری که جناب میدید اون رو عملی میکنید و درد خلق رو نمیدونید. از اون دیده با خلق مثلا همکاری بکنید. انشالله تاجیکستان یک تقریبا هر سال تاجیکستان تقریبا 5-6 میلیارد فایده میبیند از اون اندازهایی که از کمپانی ها و از بانک ها میگیرد. اونها رو کجا میکند؟ اونها رو اگر به اقتصاد تاجیکستان صرف بکند، تاجیکستان زودتر پیشرفت میکند و فیرم‌های نو میکشد برای مثلا شهروندای خودش تا به روسیه نروند. اما امام علی اینها را نمیخواهد. خطابم به کگب یعنی به اطلاعات تاجیکستان و به میرسا هم همین است که با خلق همکاری کند، یعنی ضد رحمانوف کار کنند تا که این ظالم در بالای سر ما ظالمی میکند و دیگر چی میکند. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. الله مطالب زنده باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. پیشنهادات جالبی کردن. مطابقت شبکه یک تاجیکستان در مورد مشکلات مهاجرین تاجیک در روسیه و همچنین این دو پیشنهادات جالبی است. اگر که عزیزان تاجیکمون بتونن کلیپ هایی رو که در شبکه‌های رسمی تاجیکستان پخش میشه از دشمنی با اسلام، از جنایت‌ها، از خیانت‌های اینها، عداوت و کینه‌ای که نسبت به مردم تاجیکستان و نسبت به اسلام و مسلمین دارن، اینها رو بگیرن و برای ما بفرستن به ایمیل live@visalfa.tv که بله احمد جان زیرنویس کردن. شما برای ما بفرستید و ما انشاءالله حتما در برنامه‌ها پخش خواهیم کرد. در مورد تاجیکستان ببینید الان هر کدوم شما یک تلفنی دارید. من که همیشه تو برنامه‌ام همراهم هست، چون بعضی از پیام هایی که دوستان میفرستن و مطالبی که انسان میتونه از اون استفاده بکنه. با همین تلفن همراهی که دارید یکی بشینه، دیگری صداشو ضبط بکنه، تصویرشو ضبط بکنه، در مورد مشکلات هم دیگه صحبت بکنید و همین فیلم رو برای ما بفرستید. من در اولین برنامه اینو خدمت برادران و خواهران تاجیک عرض کردم که چشم و گوش ما در تاجیکستان شماها هستید و یک نکته ای را بگم که شنیدم جدیداً حکومت تاجیکستان داره چشم درد میگرده به دنبال اینکه پیدا بکنه که کیا هستن که با وصال حق دارن همکاری میکنن. اینم بهشون بگیم که همه ملت تاجیکستان دارن با ما همکاری میکنن. ما بیشترین تماس‌ها، بیشترین پیام‌ها، بیشترین ایمیل ها رو از تاجیکستان داریم. خودتون رو خسته نکنید. و اون کسایی هم که تو این برنامه‌ها دارن با ما همکاری میکنند، نه اینجا در کنار ما هستن و نه اونجا در کنار شما. اونا از جای آرامی دارن با ما همکاری میکنن که دستهای پلید شما به اونها نمیرسه. و حتی از داخل خونه خود رحمانوف برای ما، اسرار خونه خود رحمانوف برای ما میاد. والله جلسه گذاشتن، نیم ساعت از جلسه شون نگذاشته بود که پیام کل این جلسه برای ما رسید. در مورد وصال حق جلسه‌ای که گذاشته بودید، از اختلافاتی که پسر رحمانوف با وزیر کشور و با بعضی از سردمداران حکومت داره ما خبر داریم. آقای رحمانوف شما فکر میکنید که اونجا رئیس هستید، فکر میکنید که حکومت دارید، همه چیز از هم پاشیده. شما دلتون رو خوش نکنید به این کسایی که اطراف شما هستن به شما به اصطلاح افغان‌ها و تاجیک‌ها که راپورهای دروغ بهتون میدن که بله دنیا همه چیز تینج است. شما در حال فرو ریختن هستید، خبر ندارید. از همه، حالا همه شاید مبالغه باشه، از بیشتر اختلافات و مشکلاتی که شما در داخل حکومت دارید ثانیه به ثانیه به ما خبر میدن، اطلاع میدن از جلساتتون، از خاصا از توطئه‌هایی که علیه وصال حق و علیه ماها دارید در اونجا و همه روش‌ها هم آزمایش کردید که جواب نداد و این برنامه‌ها ادامه خواهد داشت. بهترش این است که سر عقل بیایید، به داد ملت برسید. باز هم همون شعر استاد خلیلی رو من رحمت الله علیه تکرار میکنم که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید.
ملت تاجیکستان رو ببینید، همین ملت است که در کنار شما وای میسته، همین ملت است که فردا از شما حفظ میکنه. نیکولای چاوشسکو رو یادتون هست که ملت رومانی اعدام کردن با زنش یک جا چون که ملت رو ندیده بودن. قذافی رو دیدید؟ حسنی مبارک رو دیدید؟ بشار رو ببینید؟ و این جنایتکارانی، دیکتاتورایی که در طول تاریخ بودن، ملت‌ها چگونه باشون رفتار کردن چون ملتشون رو ندیدن. هنوزم سر وقت است. بیایید سر عقل برگردید، به خواسته های ملت توجه بکنید. به جایی که با ملت مبارزه بکنید، این ملت بیچاره بدبخت چی میخواد از شما؟ میخواد که فرزندش در کنارش باشه در تاجیکستان، مهاجر نباشه، بدبخت نباشه در روسیه، میخواد در کنارش باشه. به خدا این ملت تاجیکستان از شما هیچی نمیخواد، از شما قصر نمیخواد، از شما ماشین مرسدس نمیخواد، از شما زندگی آنچنانی نمیخواد. یک زندگی آرام بخور نمیر میخواد. شما همین لقمه نانی رو که فرزندان اینا در تاجیکستان کار میکنن از دهن زن و فرزند اینها میگیرید. نکنید. این فیلم ها ضبط میشه، این برنامه ها ضبط میشه، در یوتیوب گذاشته میشه. یک روزی آقای رحمانوف روزی خواهد آمد که زن و مرد تاجیکستان شما رو لتو پار بکنن. بترسید از اون روز. به جای مبارزه با ملت، به داد ملت برسید. خدا همه چیز بهتون داده. نفت دارید، گاز دارید، برق دارید. منبع آب آسیای میانه تاجیکستان است. احمد جان تماس بعدی رو وصل کنید. سلام علیکم، از روسیه برادر عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا استاد الله کریم محمد کریم. حیاک الله برادر بزرگوار، بفرمایید. الله انا احبک یا استاد. الله متعال شما رو دوست بداره و جنت الفردوس نصیبتون کنه. جزاکم الله خیرا برای این برنامه خیرتون. ایاکم. واقعا دیروز برنامه استاد محمود جان تراجنزاده را برای محبا پیشنهاد کردیم، تماشا کردیم، خیلی و خیلی خرسان شدیم. خداوند جزای خیر کنید. سلامت باشید. تشکر از شما. با یک چیز در اینجا استاد عزیز اشاره کردیم بودم که این دفاع از علماهای محقق تاجیکستان است. بله. من در این برنامه یک برآمدی داشتم دفاع از برادران تراجنزاده و از علمای محقق تاجیکستان. برادرانی که در تماس میگیرند توهین و تحقیرات در حق استادای عزیز میکنند، مانند پشتون نوردین جان. و الحمدلله که شما عقیده ایشان گفتیم، برای که عقیده شما با عقیده ایشان اختلاف نداره، برای که عقیده که بیسال حق داره که کسانی شیعهایی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با صحابه هاش و ام المؤمنین دشنام نمیدهند و برادرانی ما هستند، ایشان هم در این عقیده هستند. ایشان حتی مسلمان نمیدانند کسانی را که با ام المؤمنین و با ابوبکر صدیق و دیگر صحابه ها دشنام میدهند. اگر او برادرها اگر او معلوماتی عالی نداشته باشند، بگذار با سایت استاد یک نظر کنند. اوجا الحمدلله استاد فتواهاشون توزیر الحمدلله موجود است و یا حکم با کفر میدن کسی که حضرت ام المؤمنین دشنام میدهد. عقیده و یا الحمدلله عقیده صحیح است. این یه عقیده مشکل این ایشان نوردین بود، این داملا عبدالرحیم بود، یا بودن که برای ما سنت فهمادن. در تاجیکستان حتی اشاره صحابه را نمیدونستن که این سنت پیغمبر. اینا بودن که سنت زنده کردن، اینا بودن که محبت ابوبکر و عمر در قلبای ما جا کردن. امروز خصوصا که گروهی برادرای پیدا میشوند معلومات ندارن. والله من باوری کامل دارم، ایمان دارم که یا یگان تاش درسای استادا را گوش کردگی نیستن. یک بار بشینن از اول تا آخر گوش کنن، در باب ابوبکر باشه رضی الله عنه، باب عمر باشه یک بار گوش کنن. سبحان الله. مانانی فتنه هاشون در یک بار نیست که کار را میکنن، بجای که این محققا را دستگیری کنن. خود در تاجیکستان استاد علماها به دو گروه تقسیم شدگان. علماهای محقق و یا انگوش شمار هستند، مانند داملا عبدالرحیم و ایشان نوردین و داملا محفوجان و دیگر علماهای محقق و دیگر علماهای غیر محقق. علماهای هستند که حق میپیچانند، علماهای هستند که پشتیبانی از ظلم میکنند. این گروه هم هستند. اما علماهای محقق انگوش شمار هستند استاد عزیز.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يا استاد. حیاکم الله. دعا باشین الله سبحانه و تعالی شما را نگهبان باشه. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. تماس بعدی احمد جان. بله سلام علیکم. سلام علیکم. از طریق اسکایپ. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. تماس بعدی. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. استاد خوب هستین؟ سلامت باشید. شما خوبید؟ استاد محترم من می‌خواستم با شما از صحبت کنم. بفرمایید خیلی کوتاه چون لحظات پایانی برنامه است. بفرمایید. زیرا هم برادرایی که نسبت همون علمای تاجیکستان وقتی که میخوان اگون فتنه ایجاد کنن اگون سخنی بگن التماس شما از شما خواهش دارم که همون ویتی دایره موضوع برنامه صحبت کنم. زیرا اونها را به اینها کار نباشد. حتما شما لطف کنید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. انشالله پیام شما رو ما پخش کردیم شنیدن. چون لحظات پایانی برنامه است سعی کنید که از فرصت استفاده کنید. بفرمایید. تماس ایشون قطع شد. تماس بعدی. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیر سعود شمازل. بفرمایید. همه چی را ما ایشون نوزیجون کو دن تو قدم ایشون نوزیجون در خدمت کردم امرام. بله سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وصال حق. بفرمایید بیننده گرامی. استاد محمد انصاری شما؟ بله صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. من میخواستم اول شما رو با عید گذشته رمضان گرچه گذشته است تبریک بگم. بعدا میخواستم برای مشکله امام شما یاد خواهم گفتید روز دیگر در تمام تاجیکستان یک دبیرستان هست که دخترچه من در آنجا میخوام. روز دیگر به نهایت منتظر که یکم ساکنی شهرانی تاجیکستان درباره همین پرابلم گرد میزند. متاسفانه یکم کس گرده نکرد یا نمیدونن فرزندان اونها نمیخونن یا که در همین مکتب. دختر من در این مکتب 2 سال خوند. از این سال به یکم سبب این مکتب رو محکم کردن و چند باره که من رفتم با اونجا خواستم با همون دیرکتر آدمانی کلانشونده همین مکتب میخواستم که هم صحبت کنم که سبب اساسی همین در چی بود که مقصد همین مکتب رو شما میبندید. آنها با هر بهانه شما اون کسانی همون کلانشوندگانی همین مؤسسه با زنها گپ نمیزند. این وای شما رفته به شوهرتون وای مرد گیرسته بیارید. خلاصه میخواستم که شوهرم رو به نزد آنها برم. 1-2 سال همون مکتب گفتن که اینها هم از استعداد خودشان هست و خودترش شرکاب نیست مردها رو در این همین پرابلمه یعنی عرض کردن چون که آنها با زنها نمیتونن مثل حقوق میبردن زنها این وای. بعد با چند بار دیگر خودم خواستم و به اونجا یعنی میخواستم شاید کنم از روی آنها ندونستم با کی راستی گفت. از همون مکتب خودشان گفتم که برای چی مکتب اساسی همین سبب همین میخواستم که برای چی همین مکتب یک مکتب رو در هندوستان اساسی دکتر من برای قرآن خیرات گفت در خانه ما خودمون یاد میدهیم. مسئله اساسی ما همین بود که دکتر ما به سطر مکتب نرود
در تمام تاجیکستان همه مکتب‌هاش استاد باور کنید به سطر میروند. در یک دو سال پیشتری که در مکتب اردو میخوانم دکتر ما 2 سال فقط کشاکش شدیم جنگ و همین جنگ‌ها آخر با هم خلاصه ماده گفتم ما حق قربانان گدایی امر روز هم نگذارانده ما این بسید جمع کرده هر 2 سال من هم 2 سال آخر که دکتری من در همین دانشکده خون $800 ما میسپردیم هر سال که دختر ما مقصد بیرها نشود در آمده یک عضوی پدر مادر یک عضو شود رو همین شطور مکتب رود و این سال که این مکتب رو گیرستم من کردم و خم کردن بسیار که رفته های کردن سرد دادم در نظر نمون نمیدونم باش شانسی نخواستم اصل وقتا به همون دهن در بگیر براشون کنم همین زن رو نمونید به درون داره و روز جب نمیدونم حاضر هم وقتی همین جب رو گویم این مردهایی که از تمامی جهان از ترکیه و از استانبول میگوین و از افغان و از تمام مهاجرانی که دعوا میکنن که ما این میکنیم و خط جنگ و جنجال من از آنها میخواستم که آنها مرد برین جنگ خدا اومده سیستم خودشون خیلی خوب خودشون چیزه شده اما چیزه شده آینده فرزندان ما چی میشود درست برای که اونها فرزندان خودشون نمیکنن که در آینده اونها چشم زندگی میکنن اصلا من اگر همین از اولی تنشب فرزندم هم تو نمونم بیشتر من نمیمونم دیگه فرزندم با مکتب رفتم زیرا نمیخوام که و اولی خطشون از بودم و شدید این یک از فرزنده قرآن است من نمیخوام فرزند من بیشتر با دیرکتر همون مکتب یک بار روبرو شده گفت دادم گفتم که خواستای من همین طلبها با تمامی مکتب‌های تاجیکستان داده شده که میتواند به تمام این مکتب‌ها مراجعت کنید که دو مکتب ذکر می‌خواهید در شما را آنها قبول میکنند. درست. تشکر از شما. من با که اساس این بله یک دسته بفرمایید. وقتی که من که اساس پرابلم ما همین سطح همین است اون کسی که خمیدن گفتن که سطح شما باید کنید این وقت همون طلبه ها و همون همسیفه که درک میخونند اونها دخترانش اول و دخترانش اکو دادن همیشه لیسا میشود و استادی اونها اکفادری رو دارن شما خیلی دفعه رو یک طرف مونید و دیرشنی مکتبی که الان بعد نمیدونم 10-15 سال آینده اگر با یادگاری برای این جمع کنن یکم از خط بسیار داشتم در آینده و باید ساختمانش شهر شود اولی در همه دو نقشش کشیده ماندگی دوم به دماغ تغییر می شود من باید که از اون 10 سال باید که دکتر ما به همون مکتب باید تحصیلاتی روان کنم از شما باز یک خواهش دیگر داشتم استاد انصاری میخواستم در برنامه‌های آینده شما با همین وزارت معارف با همین دیرکتور همین مکتب یک در همکاری میشود که مقصد اساسی همین رو من میخواستم فهمیدم که آینده بچه‌های ما چی میشود. باشه تشکر از شما خواهر گرامی. در اینجا ما یکم انسان اینا داریم که از پشت ما دفاع کنند همه دفاعگران گریخته رفتگی یکم تصمیم دستشون یک همونطور زمان ماندگی هستن تمام مرد سریع تصمیم دستشون واسه همین میخواستم و شما عرض کنم از ساعت وقت صد باشه زنگ میزنم و خود خدا خیرت همین زنگ من تبور شد با نزد شما خدا شما نگهبان باشد همین پرابلم ما رو میدید بسیار بین خوب میشه. تشکر از شما. تشکر از شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از این خواهر گرامی. انشالله در برنامه آینده من مفصل در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد. وقت ما کلا به پایان رسیده. تشکر میکنم از تک تک عزیزانی که تماس گرفتن، بعض برادران و خواهرانی که پشت خط ها موندن و ما نتونستیم صدای گرمشون رو بشنویم و متاسف هستم برای اون اطلاعاتی هایی که از ایران میخواستن تماس میگیرن منتها آرمان بدل موندن چون ما فقط تماس های تاجیکستان رو می آوردیم رو ایر و این کسانی که میخواستن به اصطلاح مسیر برنامه رو عوض بکنن از الله سبحانه و تعالی برای اونها هم طلب هدایت میکنیم. انشالله تا هفته آینده که باز هم با موضوع تاجیکستان، دردها و آرزوها در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. همه شما رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.